اصلا نمیشه اینجوری. خب از مدرسه شما چه خبر؟ والله همه چی خوبه، ولی یه چند تاشون هستن که دیوونه‌مون کردن، یه آسیبمون کردن. دیگه باید یه کار اساسی برای اینا بکنیم. خب اخراجشون کنید. اخراج که نمیشه کرد. این چه حرفی آقا؟ اخراج نمیشه یعنی چی؟ مگه شاکی ندارن؟ شاکی که خیلی دارن، ولی کسی جرئت نمیکنه به اینا حرف بزنه. آقایون ببخشید، یه پیشنهاد سازنده بدم. دیپلم افتخاری بهشون بدیم برن. خب آقای نجفی درست میگن، یه دیپلم افتخاری بدیم برن. همینطور که مشاهده میکنید ما بچه‌های بسیار بانظمی داریم. دستت بچه رو نزن. بچه رو زورت میرسه. خیلی هم ساکتن. آقا چه خبرتونه؟ با شما ما شیوخ نکنید. اون شیوخ نیست چه؟ پس چیه؟ کیه انداداش تو بگو. له مثل چی؟ دخمه ما بس دیگه ساکت. کی میتونه بگه امروز چه روزیه؟ آقا اجازه امروز جمعه است. آقا جمعه کی میاد مدرسه؟ آقا اجازه ما بگیم. بگو. روز هوای پاکه. آقا ما بگیم روز اولیا مربیانه. آقا ما بریم دشوری. شما 10 دقیقه لال شید، همه چی رو بهتون میگم. آقا نادم شما بگو. امروز روز فارغ التحصیلی شماست. اسامی که خوندم دیپلمشونو میگیرن میرن بیرون. آقا اجازه دیپلمو باید چیکار کنیم؟ باید گابش کنی، بزنی بغل دیپلم خیاطی. احمق، میگن تموم شد مدرسه، برید دنبال زندگیتون. آقا اجازه ما مدرسه نیم پدرمون کتکمون میزنه. یعنی اینکه ما بریم مهر بیایم. آقا شما دیپلم گرفتین، برین دنبال کارتون. آقا اجازه ما دیگه شما رو نمیبینیم. نه بس شد بابا خودم برمینم. ای بابا حاجی همه ناراحت بودن ها. ولی خدایی کاری ندارم و تو بمیری همه ناراحت شدن ما اومدیم. آره 2 نفر گریه کردن. چی میگم؟ کاش یه سنگ میزدیم به شیشه. چرا؟ چون ادیسون گفته یه سنگ رو بزنی به شیشه یه معجزه، یه کارایی میشه. خودتونم بعدا میفهمید. ننمجانی کنید بده بره. کجا بریم؟ حاجی مطمئنی قراردادبندی وکیلی برای پسر خاله توه؟ زون تشاد یه تایمی اصلا دستم بود مدیریت میکردم. نه بابا. زون تو. ننم جانی حاجی حالا یه داستانی داره تازگی ها. قفسه‌های صنعتی دست دوم که با نوش مونه میزنه رو به قیمت 1/10 داره میده. 1/10 یه روزه تحویل میده. هنوزم شمارش همون 0912 1700 1800 1700 1800 داش بهتی میدونه. همراه جاده ساوه است. اول جاده اما یه چیزی از من میخواری؟ اما من اونقدر زخم دارم که اگه کل چسب زخماتم بخرم زخمم دوا نمیشه. اما حالت خوب نیست، من راست میفروشم، چسب زخم نمیفروشم که. ببین عمو جون، ما زندگیمون انقدر تلخه کل آدم ساتم بخوریم مزه دهنمون عوض نمیشه. من آدم سنرنایی دارم، مزه دهنتون عوض میشه. عمو جون به چه زبونی بگیم؟ پول نداریم برو دیگه. از اولش هم میدونستم قیافتش شبیه این که دگودورا بود. منو بگو که فکر میکردم دانشجوی چیزی است. دانشجو؟ حامد چجوری میرن دانشگاه؟ داش کاری نداره که میری سر کوچه میگی مستقیم میبرن دانشگاه. تازه با مترو هم میتونی بری. فقط قبلش باید بریم بدیم ها. نه آقا منظورش کنکوره بابا. آره کنکور. نمیدونم چرا آدم سیدم دستشیریم گرفت. بچه‌ها فقط قبلش باید یه جایی بریم. کجا؟ بیایم بریم بهتون بگم. بریم. آقا ببخشید کتاب جمله سنگین رو موتور دارین؟ یعنی چی؟ از اونایی که جمله سنگین میگن تای سوسماسی میخوره. برو یکم جلوتر کتاب لطفاً گوسفند نباشیم و بردار. بریم ببینیم چیه؟ نصیرالدین ابو جعفر محمد ابن محمد طوسی ملقب به قاضی نصیرالدین. هم سب طولانی بود نگاه رفت اوکی شد. خیلی طولانی بود. دوباره با ستاره پر شد. من برم خالی کنم بیام. برو.
بخون. ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی که زادگاهش را طوس در خراسان یا ساله آورده کار داری میکنی؟ پرت نکن، درس رو بخون. چه پیاله؟ شما واقعا اومدید برای کنکور بخونید؟ نه، ما اومدیم واسه مسابقات پرورش اندام آماده شیم. ای بابا بدتر اذیت نکنید دیگه. اما ما هر کدوممون یه مدل دانشمندیم. ببین عمو جون، ما اومدیم کتابخونه به شما کمک درسی بدیم. اگه شما واقعا دانشمندین چرا میگن زمین گرده؟ چرا نمیگن مستطیله؟ چون که هر کی به ما بدی کرد بدی رو کردیم. نه آقا، بدی برگشت به خودش، کارما و شاخلاری. حالا فهمیدی عموجون چرا زمین گرده یا بیشتر توضیح بدی؟ شما کارت عضویت دارین؟ اینو داشته باش. کارت عضویت که نه، ولی کارت دستی زنجان داره. البته بستگی داره شما کدوم سایزشو بخواید داداش. زنجان و شاخلاری، تایلیور هم داریم. شما اصلا میدونید اینجا کجاست؟ بله، اینجا تهرانه، یعنی شهری که بانمک میگم اینجا عضویت داریم. آقا واقعیتش ما عضو زیاد داریم. شما با کدوم عضومون کار داری؟ اومد پیسیه؟ آقا شرمنده، ما عضو اینجا نیستیم، اومدیم درس بخونیم. الان مشکلیه؟ مشکل همتونید. اینجا باید ساکت باشید. سوال درسی دارید بپرسید. آقا بیشوری؟ منظورتون کتاب بیشوریه؟ نه واقعا بیشوری. بس دیگه بلند شید برید بیرون. بینم بلند شید برید بیرون. نه برید بیرون، اینجا جاش نیست. برید بیرون. برو بیرون آقا. جان کارت شناسایی. آها نوک ببخشید، نه بعضی وقتا یادم میره. ببخشید. این چیه؟ کارت شناسایی میدی؟ ما هممون از اینا داریم. قدغن باید تحویل بدین. این چیه؟ کارت شناسایی. تحویل بده. اینم باید تحویل بدیم؟ بله. این کارت نیستا؟ ممنوعه. اون تایلی بره. داخل ممنوعه. داخل. میشه ببرم؟ نه داخل. این چیه؟ شماره داوطلبی گرفتم براش، کنکور داره. ممنوعه آقا، ممنوعه. این چیه؟ من عشقشو دارم ولی علمشو ندارم. اصلا بازیه. این تقلبا چیه؟ این چیز تقلب نیست، داشتم من خارج برام نامه فرستاده، اینو آوردم اینجا دارم مطالعه میکنم. خجالت بکش. داداش گشنت انقدر تو خون میخوری؟ صبر کن متوجه میشی. چه گندی میگه چیه این؟ چشام سوخت. تازه داری متوجه میشی. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. لوست داری؟ چی؟ لوست. ساعت برگه باشه. 3 و 4. چیکار داری میکنی؟ من زندگیم با شانسه. الانم تاس میزنم. اگه جفشش بیاد جایزه داره دیگه. ای بابا خودمونم بعدا میفهمم داریم چیکار میکنیم. دقیقاً. آقا اجازه؟ بله. من برم دشوری. نه جلسه کنکور نمیتونی بری. اینو زحمتشو بس بکش. چندش گم شو. آقا باکو میدید. آقا جواب کنکور اومده. خوش اومده. خب بابا چرا راهنماییش نکردی بیاد تو؟ داداش این زبون بسته رو اذیت نکنی، اینطوری نباید بگی که. باید بگی چرا بیخبر اومده. حالا باید چیکار کنیم؟ شایدم باید بریم کافی. پاشید بریم کافی. سلام. خیلی خوش اومدین. چی میل دارین؟ مرد جوان، ما اومدیم جواب کنکورامون رو ببینیم. خب چرا اومدی اینجا؟ پسرم قربون دستت یه نگاه بنده ببین جواب کنکور اومده یا نه. جوابا رو میدی یا جوابت کنیم؟ آقا من برم دشوری. من موندم کی به شما اجازه داده کنکور بدین؟ همونی که اجازه داده شما کافی شاپی بزنی. عزیزم اینجا کافی نت نیست، اینجا کافی شاپه. چرا چی فکر کردی؟ فکر کردیم اسکلیم؟ آقا من جسارت نکردم. اتفاقا درست فکر کردید، ما هممون اسکلیم. خواهش میکنم مزاحم کار ما نشین. بفرمایید بریم کافی. من حداقل بستان‌آباد چی قبول میشه؟ بستان‌آباد قبول بشه من میرم. آقا یه دقیقه همه نکنین، یکی یکی بگیم بگه قبول شدیم یا آقا نه. یه دقیقه وایسید، اول برای من بگو کد ملیم 14 15 16 17. حمید شربتی؟ بله خودم. حمید شربتی آختپه؟ آره خودشه.
حمید شربتی آق تپه بالا چمن؟ درسته. حمید شربتی آق تپه بالا چمن ممسنی؟ آره بابا خودمم. قبول نشدی. شهریمان یه لحظه وای خانم، کد ملی منو میزنی؟ 17 18 19 20. شما هم قبول نشدی. این مرغتون کد ملی داره؟ بله پاسپورت هم داره، چند بار با خودم تایلند رفته. 85. تبریک میگم، دانشگاه دولتی جهاد کشاورزی تهران قبول شده. بابا یه دقیقه ساکت، این خراب شده صاحب نداره؟ با من کاری داشتی؟ با شما که نه، ولی گفتم اگه بشه خودتون نگاه کنین ببینید من قبول شدم یا نه. کد ملیتون چنده؟ 1 تا 9. شما خیلی خوبی ها، خیلی هم جذابی، ولی خب رد شدی. میگم حالا که قبول نشدم میشه من شاگرد شما بشم؟ من شاگرد نمیخوام. پس چی میخوای؟ یکی که منو بفهمه. خود خدا دخترها رو نمیفهمه، من از کجا بفهمم؟ ولی طول چشات من بگیرم میخوام زن بگیرم. واقعا؟ آره. آخه میگن پسر باید سربازی رفته باشه. کدوم اسکلی این حرفو زده؟ بابام گفته. پدرش؟ پدر احترام پدر واجبه مال منه. حالا تو برو سربازی، وقتی برگشتی قول میدم زنت بشه. میری؟ حالا چیکار کنی؟ بچه‌ها من با اجازهتون میرم خدمت. هستم. منم باد میام. منم هستم. منم میام. چی بود بابا؟ آقا یادش بخیر یه روز حراست اینجا بودم همه رو چک و لقدیم کرد. داداش سر همین کارت دیگه انداختنمون بیرون. آقا راستی این طرحشون که قفسه‌های دست دوم صنعتی رو با 1/10 میدن واقعیه هست؟ بله هنوزم هست. یه چیز بهتون بگم پراتون بریزه، 2 ماه هم اقساط داره. اشمام همین الان زنگ بزنید 912 1700 1800 میتونید سفارش بدید. تحویلش یه روزه است. بابا باری کرد. بابا بچه‌نو مراقب باش. آقا سلام. سلام بر شما بینندگان عزیز. به خبر مهمی درباره خدمت نظام وظیفه علی دوست مطمئنی در میاد؟ خیالت راحت، برای هر کی زدم فرداش در اومده. خدمت سربازی از 24 ماه به 14 ماه کاهش. داداش اوکی؟ داداش قول میدی بعد اینکه تو زدی بذاری منم برا تو رو بزنم؟ من بهت قول میدم، بذار اول من بزنم بعد تو بزن. بزن داداش. همه داداش کل درد خدمت همین صفر زدن موه. باز چی گریه میکنی؟ خودت هم بعدم میفهمی. ای بابا دستم نمیرسه، چقدر بالاه، کلت ببر پایین. ای که دستت نمیرسد کاری بکن. بینندگان عزیز به خبری که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. فرماندهی نظام وظیفه عمومی اعلام کرد دیگر برای رفتن به خدمت سربازی نیازی به تراشیدن موی سر نیست. داداش شهرونده تو دیگه نمیتونی بزنید، فقط ما زدیم. حمید جان حلالزاده به دایش میره، اصلا نگران نباش. من خودم 49 ماه خدمت کردم، 100 تا سیلی زدم در گوش فرمانده، اصلا نگران نباش. برو ان سالم برمیگردی. دایی جان دیگه به من نگو، شما اصلا خدمت نرفتی سرباز فراری.
اینا رو ولش کن. مواظب کفتره باش، بهشون آبدون بده. یه بینات چشم. فدای تو بشو. برو مواظب خودت باش. برو بیسلام. شمسی، توتولی، خانمم، عشقم. من دیگه رفتنی شدم. به بابا بگو حتما دیگه من مرد تمام میام ها. انشالله. منتظر میمونی؟ آره. مراقب خودت. مطمئن باشم؟ مطمئن باش. خداحافظ. داداش حواست به محل باشه، کسی کم و کسی نداشته باشه. منم از اونجا براتون پوکه میارم مدالش کنی، حال کنی. محل رو سپردیم به این کاش ناموفق. داداش خدا قربون تو برم پدر جان که یک هفته کسری هم برای من نیاوردید. خوش اومدید. بفرمایید بابا جان. قربون شما. داداش جان سرزردا برای مشتری سرقرمز مال ما، اشتباه نکنی. از فردا هم هوا خراب، همه میخوام بشینم. حواسم هست. جان تو جان اسبا. ببین اصلا ناراحت نشو. میرم اون برمیگردم. اینو نگه دار، اینو نگه دار. نه ولش کن. کون زمین. همین باعث میشه که من برم سالم برگردم. من آدم سالمم ها. خودت هم بعداً میفهمی من چی گفتم. منم جانی کن بده. بیا مامان جان کلی واسه تغذیه گذاشتم. بابا نتونست بیاد. حتما بهت زنگ میزنه. کسی اذیتت کرد یا کار واجب داشتی حتما زنگ میزنی. چشم مامان. مواظب خودت باش. برو به سلام. خدا. این از فرماندم سنش بالاتر بود. رفت تو. مواظب خودت باش. وایسا شوشومو به خودت نبم. کجا بودی همه خانواده مات کردم من مات نکردم. آشکار صفحه نونبایی به خودم بودم بهت بله گرفتم بگیر. تشیرم به خودت ببر. بابا این که پایان خدمت داره دوبار نمیتونه بره که من رفتم مات. بشین دیگه. خاکیه چی بشینم؟ خاکیه؟ داری میری خاک بخوری بعد میگی این خاکیه. بیا چه میرم؟ شما مگه میری خدمت با ما؟ نه من چهار بالایی پیاده میشم. آقا بهت چی شده؟ هیچ. آقا خیلی تو خونتی. یاد یه برنامه افتادم حالم بده. کما زدی خودت هم بعداً میفهمی. برو بشین زدی. حاجی سیگار میکشی؟ او سیگار چیه قربون تو برم؟ سیگار برای ما افت داره. زارت برای اون وقت بنده کاسب عشق هستم. سیگار به وسایل غیره ازوشنی بلند. چی داری الان بدیم ما به رفیق جماعت جنس نمیدیم. دست تو بنده با من و تو رفاقتی نداریم. حالا با هم رفیق میشیم، فعلا با هم دیگه کار داریم. آقا راننده میشه نگهداری؟ چرا؟ سندمو نیاوردم میخوام برم دستجوری. ای بابا بابا اصلا درد نداره که من اولین بارم نیست میام خدمت. 5 بار خدمت اومدم. آخرین بارم بهم گفتن چی بیا به درجه بدیم، من قبول نکردم. من تازه زنجم رفتم، یه پا مصنوعیه. میخوای نشون بدم؟ نه. آخرین زنجم با برادرم بودم و اسیرش. آمد خودت بهشون بگو. آره اسیر شدم ولی نه اسیر دشمن، اسیر خودی. جسمم اسیر نشد، روحم اسیر شد. اگه جمله سوسماتیاتون تموم شد بریزیم پایین. رسیدیم. آقا سلام. من اومدم قفسه بگیرم واسه کارخونه دایم. پولم نرم. مشکلی نیست. تو قفسه بندی وکیلی ما با اقساط 2 ماهه به شما قفسه میدیم. بعد 2 ماه قفسه های استوک صنعتی ما 1/10 قیمت بازاره. مطمئن باشید که پولش هم جور میشه. بس شمالتون باید به من بدید. یادداشت میفرمایید. 0912 1700 1800. من اصلا دایی نرم. به فرمان من حد جلو نظام. خبر دور. آفرین. باریکلا. به چاپ باریکلا. به راست آفرین. جناب سربازه جدید تحویل شما. به فرمان من بشینن. برپا بشینن. ببینم تو چرا بشین پاشو نمیری؟ بابا جناب تشریف ما رو روشن کن. یه بار میگی بشینن، یه بار میگی بپاشن. بشینیم یا بپاشین؟ ببندید دهنتونو. همه گروه سینه‌خیز. من سینه‌خیز نمیرم. اشکال نداره تو نمیخواد بری. اون بیرون هر چی بودین واسه خودتون بودین. اگه لات بودین لات محل خودتون بودین.
اگه یاکوزا بودین واسه خودتون بودین. اینجا فرق میکنه. جناب به خدا ما بیرون هم هیچ کوی نبودیم. تو رو خدا ولمون کن بریم دیگه. بابا والا ما بیرون هم همش کتک خور بودیم بابا، بس دیگه. حالا با سوت من همه برپا. بچه‌هایی که جدید اومدن خوب گوشاشون رو وا کنن. اینجا شماها جدید محسوب میشین. سربازای قدیمی بالاتر از شمان. هر چی به شما گفتن جوابش فقط یک کلمه است. اون چیه؟ یه پسی میزنیم میگیم بدو بینم. آی رفیقای ما والا الله اکبر. ما درو خیلی بودن. این پسر اسکوله. بیا تو بابا بیا. کی این حرفو زد؟ میگم کی این حرفو زد؟ یا معرفی میکنید یا میدم کل پادگان رو سینه‌خیز برین. حالا دیگه خودتون میدونین. تو بودی؟ بیا بیرون ببینم. عید مشکل خوبیه بهت گفتم. آقا ما میدونیم کی بود. پس کی بود؟ جفتتون دور پادگان سینه‌خیز میری. آقا حامد که چیزی نگفت ببخشیدش. اینجا باید یاد بگیرین که پشت هم باشین. دستمالکش نباشین. شما مهارت شناسشو باشون سینه‌خیز برو. زود باش. آقا کارم از دشوری گذشت. اجازه است برام همون؟ پدری ازت در بیارم. آقا من چیکار کردم؟ پدری ازت در بیارم. ببین چه بلایا ثابت زمین تسبیحمو میگم. این پوست پیاز ما رو فروختن. نه صاحب گلدان مجانی میدن. من 45 اما بزرگ بده به من پاتن. ای بابا کی با این آخه بدنشو میشوره؟ مگه تو با گلنار بدنتو میشوری؟ باید چیکار کنی؟ با اینا باید سرمونو بشوری. داشتمید ولی بچه‌ها مصرفشون بالاست با دوتا هم کارشون راه نمیفته. داداش ما اومدیم اینجا که کم مصرف بشیم دیگه. حالا بیاین صداشو در نیارین. بهمن کوچیک آوردم صفا بفرمایید داداش بزن. من نمیدونم ما سیگار میکشیم یا سیگار ما رو میکشه سمت خودش. خودتونم بعدا میفهمید من چی دارم میگم. ننم جانی کن بده بره. یه آدم فروش برداشت. من نمیکشم مرسی. داشتمید صفای بود. یه دونم بدون بغلیت. من کارم با سیگار حل نمیشه. بده بیاد بابا پسر خوب. مرد میاد خدمت یا سیگاری میشه یا هم بعد خدمت پشت سرش حرف در میانه. یه نظام بده تا پشت سرم حرف. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. تا 20 میشمرم. باید همتون لباستون رو عوض کنید بیاد اینجا به خط بشین. ببینین 1 همه توی صف وایسین میخوام آمار بگیرم. حامد میگه ما آمارمون خرابه الان آمار نجیده ضایع بشیم. بابا کی با آمار منو تو کار داره آقا نشتی. نمیسن آمار صبحش خوبه. کجا بودی؟ چرا دیر رسیدی؟ من همیشه دیر رسیدم. شاید باید با قطار قبلی برمیگشتم. اوف سرباز اکبری، سرباز حسنی، اینو ببرین امپرایی تا بفهمه اینجا خونه خاله نیست، اینجا خدمته. خب بخچین. از هر کی پرسیدم بلند و رسا میگه مثلا اینطوری: من استوار دوم اصغر حیدری هستم قربان. بنده استوار دوم مهدی تبریزی هستم قربان. تو استوار دومی؟ الان نیستم ولی قبلا بودم. فعلا دور پادگان و سینه‌خیز برو تا بهت بگم کی هستی. خب حالا تو بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حامد تبریزی هستم قربان. با مهدی تبریزی نسبتی داری؟ بله من برادر استوار دوم مهدی تبریزی هستم. تو برو بیرون صف بشین. پاشو برو. تو کی هستی؟ من نوکرتم. اسمت چیه؟ ما رفیق استوار دوم مهدی تبریزی هستیم. تو هم برو گم شو سینه‌خیز برو. برو. من مهدی امینی هستم قربان. آفرین. با اینا که نسبتی نداری؟ با حامد یا مهدی؟ با مهدی. با مهدی نه. با حامد چی؟ با حامدم نه. منو گرفتی؟ نه اسکات کردم. تو هم برو کنار بقیه سینه‌خیز برو. گم شو. من علی کوچولو هستم قربان.
برم بهتری؟ بابا دیوونم کردین. من دست شما چیکار کنم؟ دارود پیش خودمونه، نگاه بکن. اینه یه قلوب میزنی میشی میزون. این روز اولش. بقول بده بالا. گم شید برید تو آسایشگاه بابا. حالت عادی بشینید. طاهر جان، بیا اینجا. جا. ببین بابا زنگ زد به من. با هم صحبت کرد. سفارش تو کرد. هر کاری داشتی به من میگی. نمیدی همه چی حله. خیالت راحت باشه. برو تو آسایشگاه پیش بچه‌ها. برو. یا الله بودو بینم دریا قلبت کنیم تا شام الان میگین چیکار کنیم؟ من بگم شما دهن تو ببند. آقا سلام. داشمید یاکوزا. آقا واقعا انفرادی خیلی سخت میگذره. داشمید چرا پیر شدی داداش؟ تهران چقدر عوض شده؟ مشتی تو فقط یه ساعت رفتی انفرادی. داشمید یه جوری تعریف می‌کنی انگار مثل من تو زنج بودی. واقعیتش داشتم داخل انفرادی پشتم خالی می‌زدم یه عقاب خفن یهو گفتن بیا برو بیرون. داشمید اینا رو ول کن. اون نامردی که سر صف منو فروخت کی بود؟ قیافش قشنگ تو ذهنم بود، سفید مفیدم بود. اون دیگه اونه. آقا گرم بپر بزنش بزنش حساب همه تون رو میرسم. بچه‌ها خسته این بابا بریم بخوابیم. آقا گفتی بخوابیم. من مثل یک عقاب باید بر بلندترین قله ها به تنهایی بخوابم ها. تو خونمون کلاغ هم نیست. علیکم السلام. با بچه رو اذیت نکن، هنوز زبون باز نکرده. ببین آوره من کم حرف میزنم ولی حرف بزنم واقعا حرف میزنم. اینو 2 بار گوش کن چون من راجع به حرف زدن صحبت نمیکنم. چه تاثیرگذار. این الکساندر گراهامبل خدا رحمت کنه. این الکساندر گراهاندلو این یه کاری کرد تا این گوشیا بیاد بیرون، اختراع کرد تا یه زنگ بزن میان تو رو جمع کنن. خودت هم بعدا میفهمی من چی گفتم. بخشی پسر جوان تو قدیمی اینجا حساب میشی؟ من خیلی قدیمیم. آره حاجی پس معلومه خیلی عتیقه. ببین بالا میستر من میخوام یه جای راحت و دنج مثل اون بالا بخوابم. اونجا جای منه، تو باید زیر من بخوابی بابا. بریم بخوابیم بابا بریم بخوابیم. این کچله اینجا چیکار میکنه؟ این چرا تهش اومده رو سرش؟ بچه جون یه بار دیگه دست به سرم بزنی پا میشم سیاه و کبودت میکنم. چی؟ بلند شو بینم. این آمعلمه؟ نه بابا فکر کنم برادرشه. کدامتون بودی زدی تو سرم؟ گوشتل خواهی ناشیرین اینجا چه کار میکنید شما؟ ما اینجا خدمت میکنیم، تو اینجا چه کار میکنی؟ بابا من خیلی سرباز معلم بودم. بعد از اون اتفاقی که تو جنگل برام افتاد و ولم کردید اونجا، آمدن گرفتن آوردن تو پادگان گفتن ادامه خدمتت باید اینجا انجام بدی. نگید که اینجا سربازی شما اینجا چه غلطی میکنید؟ ما اومدیم هواخوری. زر میزنه خودش عاشق شده ما هم چشونده آورده خدمت. عشق اگه عشق باشه عشق سهله. تا اردوگان پادگانم میبره، تا اردوگان دشمنم خودت هم بعدا میفهمی من چی گفتم. معلم اینا رو ول کن. الان شما اینجا معلم حساب میشی؟ نه بابا آشخور شده بابا. آشخور که نه، من پای خدمتیم از شما خیلی سنگین تره. آقا به پایه نیست که، به چیه؟ به جیگره که اونم تو نداری آقا. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا قفسه بندی وکیلی و کار میکنم. من بهت نگفتم من خونه بیرون نیا؟ شما؟ چیز نه میام. اینجا چی میفروشین؟ اینجا قفسه‌های صنعتی استوک به قیمت 1 دهم میفروشیم. نه بابا 1 دهم اقساط هم دارین؟ آره اقساط 2 ماهه داریم. اینجا جاده صاحب است یه اقساط دارین دیگه مطمئن. بله. چیز شماره تو بهم میدی من زنگ بزنم؟ 0912 1700 1800. 2 تا خطم داری؟ آره من شب بهت زنگ میزنم. واسه شرکته. بفرما آقا. ببخش. به فرمان من تا 3 میشمرم همه باید آماده بیرون باشن. خشم شبه.
بشمار 1 بشمار 2 بشینن برپا اینجا خونه خاله نیست اومدین اینجا که مرد شین شما موظفین هر موقع که من خواستم تو هر شرایطی با 3 شماره بیاین بیرون از شما گنده ترش آدم کردم من غلط کردم اومدم خدمت من اصلا نمیخوام زن بشم میخوام برم خونه کی بود؟ میگم کی بود؟ یا میگین کی بود یا باید کل گروهان تا صبح دور پادگان و سینه خیز بریم من با کسی شوخی ندارم آقا من بودم تو بودی؟ دور پادگان رو باید سینه خیز بری تا من نگفتم نباید وایسی آشمت این بچه خیلی لات ناموسن من با این خیلی حال کردم آره واقعا آقا ما هم میخوایم سینه خیز بریم ما هم میریم اوه من داداش با حرکتت خیلی حال کردم دمت گرم صبح برم کنم بلنشین برپا صبح شده با شما مگه نمیشنوین تو چه شده تو خشم شب دیشب یکی با چوب زد تو پام قربان این حرفا من حالیم نمیشه بمیری هم باید بلنشین زود باش ساعت ما که هنوز زنگ نزده آقا اشکال نداره طاهری جان تو هر موقع ساعتت زنگ زد بلنشین کادری ما یه دونه است فقط واسه نمونه سیندرلا از این به بعد باید عادت کنی با صدای استوار بیدار شی نه صدای زنجت سرباز مگه کری چرا هنوز خوابیدی باشو اینو باید با بوس بیدار کنی بوس موند خونه مادرتون برش ببینم با کسی نیست اینو ساکت کنه خوابیدیم ها این اگه ساکت میشد الان هممون خواب بودیم تا 3 میشمرم بیدار شدی بیدار نشدی با گلوله بیدارت میکنم 1 2 3 بچه پایین باخ نمیده بچه بالا هم باخ نمیده آخه موش بخوره تو رو بچه بالا چرا موش بخوره خودم میخورمه سریع بخچین بیرون درست نبارو آزین کجا داره میره فکر کنم دیشب خواب جدول دیده انقدر جدول حل کرده خورده به جدول بعد دستش هم صابون گل نرود میخواد چیکار کنه میره همون دیگه آه. داداش من با یه دونه سیر نمیشم که ماشی تو همشم بخوری سیر نمیشی اینجا خونه خاله نیست ساعت چه بدم بهت باید بخوری یه غذای بدید به من دستشویم نگیره حرکت کن دستشویی بده غذا چه رفته داره وا بازم تخم مرغی چه آقا من 2-3 تا تقدیم برام برم نمیتونن شبا بخوابن بده ابی نداره ولی من نمیدونم چرا هرچی میخورم کویرم اصلا خشکم یه جوریم عوارض ارتباطت با گلوجی ها به خاطر اونه بس برو بگی برو آقا ما الان تخم مرغ دوست نداریم چیکار باید بکنیم خوری خوشت میاد میدونی چیه بالا میستر گنجشکا وقتی دارن دونه میخورن سرشونو صاف بالا نگه میدارن میدونی دلیلش چیه واسه اینکه شکار نشن من راجع به گنجش دارم با تو صحبت نمیکنم این موضوع رو سردر پادگان بزن هر روز باید ببینی هر روز گوشتلخا هم میشناسمشان دارن ادا در میارن اینا تو خانه‌شون هم هیچ وقت جو چیزی بهش ندیدن آقا معلم زشت آبروداری کن بابا نم یک شوره چه فرقی میکنه
خودت هم بعداً میفهمی من چرا گفتم اونو بده. این یکی مقلش ناقصه. من شرمنده. یه دونه دیگه میشه به من بدی؟ نه باشه بابا. امروز میخوام شما رو با مفاهیم اولیه سربازی آشنا کنم. بگیم ببینم کی میتونه بگه که سرباز کیست؟ آقا اجازه موجودی است دو پاچه از تخم مرغ و کافور تغذیه میکنه. باشی سعیجت ببینم. بگیم ببینم تو شما کسی هست که اعضای خانواده‌اش نظامی بوده باشه یا الان هست؟ آما پدرمون نظامی بود. آفرین. تو چه رسته ای؟ رسته‌شو والله نمیدونم ولی میدونم سرباز فراری بود. بگیرت من. کی میتونه یه نظامی معروف و نام ببره؟ نظامی گنجوی؟ کشنده ترین سلاح انفرادی چیه؟ بوی جوراب حمید شربتی. سلام آقا. سلام. آقا پوکه داری؟ فشنگ داری؟ چی داری؟ پوکه میخوام. آقا تو از سگولت دارم. دو تا بسه؟ آقا عالیه آقا. بگی. آقا برد. ساکت؟ مگه اینجا خونه خاله؟ نه خونه شوهر خاله است. با شمارش من گروهان برپا بشینن. آقا ببرم برپا بشینن. بفرما. بابا بزرگتری بشین. داداش بشین. شما بیشورا رو کی را داده اینجا؟ آقا من بشین باشو میرم دستشوری میگیره. ببین پر شد. بیا برو. خب چند تا سوال میپرسم جواب دادین ندادین تا فردا صبح باید بشین پاشو بریم. بهترین راه تخریب دشمن چیه؟ با لفظ آقا ما هر کی پر رو بازی در بیاره با لفظ خرابش میکنیم. بشین تو. خب بگیم ببینم زمان حمله دشمن امن‌ترین جا کجاست؟ فاصله بین بازوان یار هرچی هم نرسه بهتره. دهنتو نمکتون. بگی بهت من. بگیم ببینم شب عملیات چه شبیه؟ شب جمعه است آقا. کی اینو بهت گفته؟ بابام. کی میتونه بگه یه جنگنده چند پا میتونه بالا بره؟ ببین بالا میستر اگه پرواز شب و جمعه باشه بالای 10 میلیون پا میره بالا. اینو 2 بار گوش کن چون من راجع به جنگنده صحبت نکردم. بگیم ببینم عقب نشینی تاکتیکی یعنی چی؟ بگو دیگه فقط بلد بودی تو مدرسه دهن ما رو سرویس کنی؟ بابا این چه لات کوچه خلوته هه؟ بگو دیگه آقا معلم بگو. آقا من خجالتم رو به دیوار یعنی گلاب به روتان. هیو گو خوردم خودمونه ولی به زبان نظامی. داداش تمام کن دیگه. ببین اول بمونی یه لحظه آقا بیرنگ حواست باشه من اینجا اومدم یه عالم بار دادم دست مشتری دنیا مشتری گرفتم. داری میای وسیله رو باردار بیار دست خالی نه یا هم بزن آره با خودت بیار. ایسی پلش بابا به اون نسیه ندی یا ندی اون بدیسا باره ندی بده باره. نه همه چی خوبه بابا خدا رو شکر جامونم خیلی عالیه دست در نکنه همه چی اوکی ها همه چی اوکی دست در نکنه. آره اونم هوامو داره. آره نه بابا هیچی نمیتونه. آه من قربونت بشم این لوبیا پلوات دلم واسه یه سر شده. وای بابا صد وای ساده زود باش. نه قربونت بشم حواست زود باش. برای نه یه بوس بفرستم. الو سلام عشقم خوبی؟ میگم از پشت تلفن میشه یکم ها کنی من اینجا سردمه. وای آقا حامد پتو بیارم براتون؟ آره پتو که بیاره عالی میشه یعنی واقعا اینجا تا کمر تو برف یخ میزنم الان. یه چی اگه داری شلر میای وسط سگ گرمای تابستون ما درز ما همه عرقه به خاطر یه دونه دوز دخترت اوا با هم نریز گیری. زرت پرت نکن بابا بیا برو عقب وایسه با عشقم دارم صحبت کنم خفه شو. چی گفتی؟ بابام راست میگه که تو لیاقت منو نداری. من بابا نگفت میام خدمت. خدمت رفتی کار چی خونه چی قصه چی؟ کار که حل میشه ولی اگه بخواد یه جوون از راه حلال پول در بیاره به این آسونی ها نمیتونه خونه بگیره. بیایم به جای شعارهای مجازی یکم واقع بین باشیم. یه پسر گناه نکرده که پسر شده. داش مهدی چی کار کردی؟
بابا تو عاشق دختر شدی ما رو چشون میآوردی اینجا، ما هم نقشه فرار چیدیم چه فرار کنیم. آقا معلم تو چرا؟ بابا خدا لعنتشون کنه، اینا با ما گفتن ما یه نقشه داریم مولا درزش نمیره، خاک تو سرتون با این نقشه‌تون. خب بابا من چیکار کنم؟ گفتیم با قاشق بکنیم افتادیم پایین. آخه بیشورا نفهما، شما طبقه 3 بودین کندین افتادین طبقه 2. بابا من نقشه فرارمون رو از کمر حمید برداشتم. بابا مگه فرار از زندان؟ من تو کمرم گل رز زدم. پس نقشه رو کجا گذاشته بودی؟ رو برگه. من همیشه تو محاسباتم 2 سانت کم میآوردم. این سری 2 طبقه کم آوردی نه؟ شما به خاطر من ببخش سرکار. تو یکی دهنتو ببند که صبح باید دور تا دور پادگان و سینه‌خیز بری. من میدونم و تو. قربونش برم شیشی خودم، اینا رو دارم به شیشی خودم درست کنم. برای سلامتی شیشی من یه صلوات به خودتون بفرستید خانوما. اللهم صل علی محمد آل محمد. برای سلامتی بازم شیشی خودم دوباره یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد. شیشی کیه؟ چی؟ شیشی من همه به خودشون میشناسن. استوار دوم مهدی تبریزی. نمیشناسم چه شکلیه؟ یه شیشوی قد بلند، جذاب، توتولی، با موهای روشن، چشمای قشنگ، جذاب، رئیس پادگانه به خودش. میشینم میپاشم. میذاریم برم داخل به شیشو کوکو سبزی درست کنم، عاشق کوکو سبزیه. ورود خانما ممنوعه. چی میخوای خانم؟ بذار من برم تو به شیشوم غذا درست کنم. نمیشه. چرا نمیشه؟ غذا که نمیشه، ولی بیا برو داخل شوهرتو ببین و بیا. آخ دستت درد نکنه، ممنونم. خانم بلند صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرست. دخترم اینجا قفسه بندی وکیلیه درسته؟ بله. اینجا همون جاییه که بزرگترین تولید کننده قفسه های صنعتیه. بله و اقساط 2 ماهه داره. راست میگن که قفسه های صنعتی دست دومتون رو 1/8 قیمت بازار عرضه میکنی؟ بله 100%. شماره تماسشون رو بذاریم بزنی 0912 1700 1800. حفظ شده. بریم قفسه های توالتمون رو به خودمون درست کنیم. ما که نمیتونیم پول نداریم سوله بدیم. قفسه های انباریمون. خب بچه‌ها کی میدونه این چیه؟ ناموس ماست. آفرین. اسمش چیه؟ اسم ناموسمون رو جلو بقیه نمیگیم که. بگیم ببینم کی میدونه لگد تفنگ یعنی چی؟ میکال ساندروف هست، سازنده کلاشینکوف بود. بابا میخائیل دیگه کی اون کلاشینکوف بود؟ نه بابا اشتباه دارید میگید، میخائیل کلاشینکوف. بابا هرچی به اون لگد بزنی اونم لگد میزنه. خودت هم بعدا میفهمن چی گفتم. تو میتونی یه تانک نام ببری؟ آقا شوهرم دزگراغم. کی اینو بهت گفته؟ بابام گفته هر موقع شوهرم دزگراغم میاد خونمون میگه چه ای بابا این تانک اومد. کی میدونه برای خنثی کردن مین به چه ابزاری احتیاج هست؟ آقا خنثی کردن مین که ابزار نمیخواد، جیگر میخواد. کی میدونه میدون جنگ کجاست؟ خونه ما. وقتی ننم هم عممو دعوت کرده هم خالمو. تیر داری؟ تیر برای چی میخواد؟ جنگ شده. دارم. ولی یه سوال ازت میکنم، اگه تونستید بگی به تیر میدم. بفهم. 3 بار باید بگی تیر تو تیرکمون، تیرکمون تو تیر. 3 بار بگو ببینم. ای بابا تیر تو تیرکمون، تیر تو تیرکمون، تیرکمون تو تیر. شربتی به من بگو ببینم انگیزت برای خدمت اومدن چیه؟ آقا والا انگیزه رو نمیدونم، ولی بابام گفته برو اونجا قشنگ کار رو یاد بگیر بیا خودمون یه پادگان میزنیم. کی میدونه جنگ داخلی یعنی چی؟ آقا جان اگر جنسش نابی باشه بین اعضای بدن جنگ میشه، به این میگن جنگ داخلی. کی میدونه تو چه موقعیتی باید کاملا بی صدا و بی حرکت باشین؟ آقا وقتی باباش بی هوا میاد تو. از کجا باید بفهمیم که مسیر رو گم کردیم؟ وقتی چشاتو باز کنی دور تا دور تا غریبه گرفته باشه یعنی مسیر تو اشتباه رفتی. داداش اینو الان باید 2 بار گوش بدیم؟ نه 3 بار بنویس سردر پادگان.
خب بچه ها بگیم ببینم چه زمانی اجازه داریم که پست رو ترک کنیم؟ آقا هر موقع دستشویی داشته باشیم بریم. میدم 2 ماه اضافه خدمت برات بزنن که بدونی هیچ وقت نباید پست رو ترک کنی. آقا اگه ضروری باشه هم نمیشه پست رو ترک کنی؟ طاهری جان تو اصلا قرار نیست پست بدی که. ولی خب ساکت، خوب توجه کنی. این نارنجکه. اگر این ضامنشو بکشیم فقط 5 ثانیه فرصت داریم که رهاش کنیم. میخوام بدونم کی میتونه بیاد امتحان کنه. باشه. آفرین بفرما. یادت نره 5 ثانیه. جناب واقعا فکر کردین اینجا اخراجات میزنم یکی بیاد بپر نارنجک؟ من اینجا به خودم پیپی کردم. هیچ برو جایگو اول از نو فرموده است. سلام علیکم، وقت همگی بخیر باشه. همینطور که در جریان هستید متاسفانه به خاطر اتفاق بدی که افتاد استوار دوم اصغر حیدری به این حال روز افتادن و به خاطر اینکه هنوز نیرو جدید نرسیده تا اون زمان علی آقای غفارزاده به پیش. ایشون به عنوان ارشد شما منصوب میشن و انتظار میره که از ایشون حرفشنوی داشته باشید و هر چیزی که گفتن همه ملزم هستن که اطاعت کنن. سربان در اختیار شما هستن. نمیدونم این چه بختیه، این چه سرنوشتی بود. هر کاری میکنم که دست شما فرار کنم نمیشه. عین بختک افتادی تو زندگی من. تا منم نکشید ولکن نیست. خب بچه ها میخوام از نظم و انضباط براتون بگم. نظام یعنی نظم. بگید ببینم کی تا حالا کار شراکتی انجام داده؟ آقا ما. خب باریکلا. با داداشمون مغازه زدیم. چی شد؟ هیچی دیگه، ورشکسته شد. ندید میگم هی تو بدبختش کردی. کی میدونه تقسیم وظایف یعنی چی؟ آقا کی میدونه مشارکت یعنی چی؟ مشارکت یعنی زمین از شما ساخت از ما. آقا بیهوده چه نموف چرا میزنی؟ منظور من مشارکت تو کاره. حالا فهمیدید مشارکت یعنی چی؟ نه. مشارکت یعنی اینکه یه کاری به تنهایی انجام ندید. کی میتونه یه مثالی بزنه؟ ما بگیم. بگو ببینم. یعنی داشمندی که داره زمین میسازه ما هم بهش کمک کنیم. زمین چیه احمق؟ کی بلد یه کار گروهی تعریف کنه؟ آقا جان بنده چون تو کارهای گروهی زیاد دست داشتم، وقتی یه جنسی رو میدی به مشتری باید نهایت عشق بکنه، حال بکنه برای خودش. ببین همون کسی که پای دیگ است و همون کسی که داره توی بطری فرو میکنه وسایلو هر جو باید عشق بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. شما شغل چیه؟ بنده کاسب عشق هستم، عطاری دارم. این کم داشتیم. شما چقدر گاوین آخه؟ بگید ببینم کی داوطلبه؟ آقا ما داوطلبیم. منظور چیه؟ یعنی طالب دافیم. کی بلده بگه انضباط فردی یعنی چی؟ اگه تو روزای فرد منظم باشیم بهش میگن انضباط فردی. جنگ سرد یعنی چی؟ وقتی بری دستشویی ببینی آب سرد شد بدون آب گرم دارن یه جا دیگه استفاده میکنن. من منظورم دستشویی آب گرم آب سرد نیست. اینو بنویسی کتابا 5 بار روش بخون. من میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم. میگم مثلا تا حالا به کسی کمک کردی؟ آقا ما چطوری؟ تو خیابون داشتم 5 نفر یه نفر رو میزدن بهشون کمک کردم. آفرین. چه کار کردی براش؟ نوکرتم. هیچی والله اینا تناب نداشتم بهشون تناب دادم دست اون یه نفر رو بستن انداختم صندوق بردن. بدبختی بگیرد برای کمک کردنه. بچه‌ها شما اومدی سر خدمت که به این نتیجه برسیم که هر کس شما باید یه مسئولیتی داشته باشه. منم میخوام به هر کدام از شما یه مسئولیتی بدم. کی دوست داره نظافت و آسایش که به عهده بگیره؟ آقا ما باریکلا. آقا بچه‌ها ببینید سرباز نمونه یعنی آقا می‌خواستم بگم من کمرم درد میکنه نمیتونم برم. هم نمک بریز. کسی بخوانجا بلند پروازی کنه پراش قیچی میکنم میدم خروسای محلشون هست با نوک شیشه در بیارم. همینی که گفتم. شربتی باید بشه مسئول آفتابه یا آفتابه میذارم اونجا باید بره نگهبانی آفتابه بده. ساعت چنده؟
آقا ساعتمون نیست. یعنی چی نیست؟ همه جا خوب گشتین؟ مهدی تبریزی تو میشی راننده تی. بچه‌ها کسی دیگه مسئولیتی رو میخواد قبول کنه؟ آقا ما چه کار میتونی بکنی تو؟ میشه من مسئول دستشویی بشم؟ هم شما راحت بشید هم من. برازندتم. آقا معلم سلام، چطوری؟ آقا معلم یه کارم به ما میسپاری؟ بیا یه مسئولیت هم بهت بدم. تو بشو مسئول تحویل اسلحه. بیا. آقا معلم خیلی دوست دارم. مرض کوفت. آقا یعنی ما هم باید کار کنیم؟ نه عزیزم تو خسته میشی. آقا جان بالا میستر، مگه ما با هم دیگه برابر نیستیم؟ یکی نیستیم مگه؟ آقا یعنی ما بقیه فرق نداریم؟ چرا عزیزم تو فرق داری. هم نکن آقا، هم نکن. مگه سنگ و پات هم گم شده؟ اینجا فقط من تعیین تکلیف کنم کی چه کار بکنه کی چه کار نکنه. هر حرفی هم زدم جواب من فقط یک کلمه است. اون چیه؟ آقا ما بگیم تو خفه شو. بله. بیا پایین سرمون درد گرفت. این کی بود تیک انداخت؟ خفه شید. ولکن باش بگو جون من ولکن جون من. چی میگی واسه خودت زرت و پرت می‌کنی؟ قفسه بندی وکیلی هستیم با 15 سال سابقه. بابا باریکلا. خب دیگه چی کارا میکنید اینجا؟ قفسه های صنعتی دست دو رو با 1/10 قیمت نو میفروشیم. به به. یه روز هم میفرستی؟ دقیقاً. آفرین. شمارتون چیه؟ 0912 1700 1800. به به. آها راستی من از کجا باید شروع کنم کارو؟ چرا به تو دارم توضیح میدم. از سرویسا بدو. یکی از دلایل اومدن شما بیشتر بازی به خاطر اینکه آمادگی جسمانی بالایی داشته باشین. کی اینجا دفاع شخصی بلده؟ تو بیا. موکرم داداش. ظالم جناب کار داشتین. شندم گوش بدن چقدر زور داری تو؟ من متر پایین شهرم، هیچ موقع رو بزرگترم دست بلند نمیکنم. شندم بزن نگاه کنه چقدر زور داری تو؟ زوره رو که دارم مشتی گلی ولی نمیزنم. اگر نزنی لت میکنم من. دیگه خودت خواستی ببخشید. من جناب به خدا گفتم نزنم، شما گو اصرار کردی ببخشید. بی هوا زدی. تمرکز نداشتم، یک دو سه نگفتم. بس شما بشمونیم بس بزنم دوباره. یک. ببخشیم باز. دو. سه. بابا من میگم نزنم. من گفتم نزنم. بابا من هی میگم نزنم. 2 دقیقه آدم باش فقط نصیحتت کنم. بله الان چطوری باید بزنم؟ برو گم شو. ببخشید. چرا نگاه میکنین؟ امروز میزون نبودم. نبکنه ببندین. بریم بیرون سری 2 تقسیم باشین. راست چپ خوب بزن. چپ راست خوب بزن. چپ راست. آفرین. چیکار کردی؟ آقا من برم دستشویی. گیش کردی؟ سوراخ شدم. برو بیرون. حالا ببینم کی میتونه مثل من این سفاله بشکنه. ما بیام. من بیام. آقا من مال همتونم. جناب من یه دونه به افتخار خودم میخوام بشکنم، یه دونه به افتخار داشتای گلم، دوتا رو با هم. سرباز تو همون یه دونه رو بشکن. ران تو. آقا من آماده نبودم، یکی دیگه برم. برو. آقا درست بگیر دیگه. من یکی دیگه برم. برو. من نمیتونم بشکنم. برو بیرون. از اینا بریزم به غذاهاشون. وای به غذای شیشو میخوام قوتو بریزم صداگونه بخوره قوت بگیره به خودش. به ترتیب بریم بده همه رو به ترتیب بریم. حالا یه دونه غذا من میدی. بگی سریع ببینم. بدو سریع. بدو حوصله ندارم. بدو سریع ببینم. بدو
شوشوی من کجاست نمیدونم. بگیر آقا برو سریع. آفرین. بگیر آقا شما هم برو. چاق. بگیر. برو بیا آفرین. وای حامده سلام زد. یکی به شوشوم غذای تداغونه به خودم درست کردم. منم اصلا نمیدونم. نه شوشو این غذا به تداغونه غذا بودم. بگیر. تو اون خود بگیر. یا بگیر سریع بدو ببینم بدو. خدا رو شکر همه به همه غذا رسید. خودم هم غذامو بخورم ببینم غذا چطور بود. بچه غذا چطور بود؟ عالی. یه بار دیگه میپرسم چطور بود؟ عالی. قربون نعمت خدا برم داداشم آقا نمیشه اینو خورد. نداره بابا. سه روز هیچی نخوردیم تو این پادگان نمیتونیم غذا بخوریم. باش حق با توی سلطان. بچه‌ها آماده این آهنگ رو بخونیم؟ بخونیم. بریم آقا. غذای هر روز ما آش و برنج و عدسه. غذای هر روز ما آش و برنج و عدسه. اونو به هم بزنیم فضله موش و مگسه. اونو به هم بزنیم فضله موش و مگسه. بخورم یا نخورم کشته میمونم. قدر آش ننمو حالا میدونم. قدر آش ننمو حالا میدونم. اشتباهی به همه قوتو دادم. به شوشو کافور دادم. اصلا امکان نداره چیکار من میشه تو این غذای حتما یه چی ریخته بوده. صابون تو بردار. مشتی نه خودم خوابیدم نه اعضای بدنم. میگم گوشتم خیلی ناشیرین شد ما برم یه جای تو نباشی. هر جا رفتم این بود. تا من اینجا چیکار کنی؟ بشرط نشده. معلم اومدم نون بچیدم بربری فردا با هم دیگه صبحونه بخوریم. اومدم همون دیگه. میگم تو هم دیشب خواب بد دیدی؟ خواب تو بد دیدی؟ من خواب خوب دیدم. بهش بودم ها. صفا. یعنی من از دیشب لولم ها. تو این یه چیزی بود واقعا عجب متاعی بود. من حال کردم هنوز میزونم. کلت داغ شده؟ تو هر چی بخوری هر کار کنی کلت داغ میشه. خدایا ببینی آخر پیدی چی بلای سرمان آمده. کجا گیر افتادی؟ با کیا هم نشین شدی؟ ژیلتو کی میخواد؟ من فقط 10 بار ازش استفاده کردم. خفه شو. میگم اون حمید شربتی نیست؟ آره همینه. آیا همین شما هم اینجایی؟ هر کی از غذای دیشب خورده اینجاست. میگم اگه غذا رو به وقتش نخوریم فردا باید دوششو بگیریم. خودتونم بعدا میفهمن اینجا چی گفتم. ننم جانی کن بده شامل آقا مهدی کجا؟ زون چشاتون فکر کنم همه چیز زیر سر این شمسی زنده هاشمه. داش مهدی یه جور تخابیده بود اصلا تکون نمیخورد. حالا وضعیت ما چی؟ بحرانی. آجی اینجا چیه بابا؟ نه جکوزی داره نه سونا داره. کسی نرم کننده ما رو ندیده؟ نرم کننده؟ صابون و گلار داریم میخوای بیا. آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ چطوری همین؟ اینجا چی کار میکنی شما؟ همون کاریو میکنیم که تو هم داری میکنی. اوله توف به این روزگار کاسه بهش. بگو چرا؟ فقط به خاطر اینکه من تا این موقع صبح ندیده بودم. یعنی به نکشی خدمت افتادم. داداش خودتو ناراحت نکن. خدمت دیگه میگذره. هممون مثل همیم. اینا رو ولش کنید. الان میدونید وقت چیه؟ وقت چیه؟ وقت از اینا. بیا بسات. میرم دیگه میرم خدایی. اگه من نبود جدایی حالا که میرم کجایی. دغدغه راه تو اشکام شدای پوتین پاره. چقدر بگم گریه نکن دل تاری تو طلا بداره. الان کجایی نمیدونم دست کی رو گرفت یاروم. تنهایی منو یه بردک گریه های زیر بارون. داشت نفت سیگار داری؟ داداش هیچی ندارم صافه.
تاشم یه نخ سیگار به من میدی؟ آره بابا من دارم. نوکرتم کما زدیم ها حاجی الکی. حاجی سیگار نیست. اصلا هر چی دارم همش داره گم میشه. سربازا ملاقاتی دارید. به به. آروم خط نیافته رو شما. اینو داره کجا میبری اینا؟ واه اینا داریم میرن داخل آسایشگاه. اینا قفسه‌های صنعتی وکیلیه داداش. اینا دست دومه. با نوش هیچ فرقی نمیکنه، مو هم نمیزنه. تازه قیمتش 1/10 قیمت نوه. داداش بیارش اینجا. اقساط هم دارن. شماره تلفنشون 0912 1800 1700. اینو هماهنگه درام کن بیان تو. یه دونه اینا رو میده من بدم به شوشو باشکال. خبر پسرم دایی من کجاست پس؟ دایی ما کجاست؟ این چیه؟ این که سرکه شده که باله؟ پس اندازه طلا خریدی؟ همه رو به خودم طلا گرفتم. تو چرا به خودت اینجوری شدی یه جوری؟ شمسی خیلی ربط شدم اینجا. چی شدی؟ ربط شدم تو بالت نمیتونم برم. اشکال. یه بگیر. کلی حرفای عاشقانه به خودم آماده کرده بودم. اشکال چرا میخوری؟ خب شو بابا. اینا خوراکی نیست مگه؟ واو آقا چرا خودت از سایت اومدی؟ مادر خیلی دلم واسه تنگ شده. واو مادر آوردی واسه؟ آقا جون برو اونجا صدا قربا برو آقا جون. مادر بده من. برو بشه. پسرم چیزی که کم و کس نداری. ببین خیلی از ماما اینجا سخت میگذره. برای غذای جداگونه آوردم از غذای اینجا نخوری. دست گورت در نکن. ببین تو فقط سربازی تو تموم کن، من خودم میفرستمت اونور پسرم. اصلا نگران نباش. باشه داداش شرمنده. من سلام همشیره. خوبه میگم دم اتوبوس مامانت یکی دیگه بود. ایشون کیه؟ بابای من 5 تا زن داره، یکی هر کی خودش بده. قربونت برم. ماشاءالله. این زن چندمشه؟ فکر کنم سومی باشه. آی تو سر من. پسرم برات دختر اسمت خانمو نشونت کردم. خب چی کار کنم؟ میخوای بیا بیرون با سنگ بزنی؟ خب میخوای زنت بدیم دیگه. من زن نمیخوام. میخوای دختر ملک خانمو نشون میگیرم برات؟ که بگیرمش؟ نه که ولش کنی. سلام ننه چطوری؟ خوبیم. اگه تو هم خوبی میخوام بریم. کجا به سلامتی؟ سون آقات پر شده میخوام بریم خالیش. ما هم هر موقع اومدیم 2 کلمه با شما صحبت کنیم سون یکیمون پر شده. برو خدا تو شکر کن چه کلی هم مشکل داره نمیدن. اوه سون خودم هم پر شده. ببینم برای چی اون کارو کردی؟ توضیح بهت میدم. وایسا توضیح میدم. بگو ببینم. مجبور بودم. آقا برای چی کفترانی منو رفتی فروختی؟ بابا پول دونه آب نداشتم، نصفش فروختم، برای اونا دونه آب گرفتم. خب الان یعنی نصفش هست؟ نصفش هم فروختم، واسه پول فرستادم تو پادگان، اذیت نکشید. آقا مگه آدم عشقشو میفروشه؟ اونا عشقای نبودن. ولشون عشق واسه تو میخرم. ببین اون کارو گفتم انجام دادی؟ کدوم کارو؟ زدی در گوش فرمانده؟ آره بابا. کسموس چی ندادی؟ نه بابا مثل هتل برام بود اینجا. دمت گرم. حلال زاده به دایش میکشه. دقیقاً عین خودت دروغگو هم. تی زدم، پست دادم، دهنمو اینجا سرویس کردم. آوره دب قرمز رو هفته یه بار تکون میدی، دب آبی رو هفته 2 بار. حواست جمع کنی ها. یادت راحت. تو رو قرآن این مشتریایی که من جمع کردم اون نپرونی ها. یادت راحت. یادت نره آدرسی که زیر گلدون گذاشتم فقط وسیله رو از اون تهیه میکنی. یادت راحت. اصلا تو حواست هست؟ آقای معلم از اون حرفا بهم نمیزنی؟ کدوم حرفا؟ یادت پشت گوشی بهم میگفتی آره و اینا؟ بابا چی گفتم آخه؟ برام موش میشی؟ بابا زشته جان خودت مراقبت کن. برو بعدم پشت گوشی برات موشم میشه. باش. مهدی جان خدمت چطوره؟ والا به من گفتن میای خدمت، ادیسون میای، بعد انیشتین میری بیرون. بعد اینو میخواستم بگم، اینو من از جبهه آوردم اونجا یه خورد گشتم، اینو یادگاری پیدا کردم. اینو بگیر، اینو نگهدار. این دشمنا مثلا این دشمنا میان این ور اون ور، اونا رو بزن کلهشون که من برگردم فوری. خودت هم بعدا میفهمی من چی دارم میگم. پدر مادر جان بابا 2 دقیقه نخوابید صحبت کنیم. بابا اینجا اصلا هیچ کی منو نمیبینه. هر جا دلم بخواد میرم زیر میز فرمانده، میرم زیر تخت میرم، اصلا هیچ کی منو نمیبینه. کل پادگانو دور میزنم عشق میکنم. خیلی خوبه دیگه، جات خوبه دیگه، خدا شکر کن دیگه. آقا حامد اینجا خیلی سخت میگذره. برنوش خانم سختی که تهش رسیدم به شما باشه شیرینه. خیلی منو دوست داری؟ من عاشقتم. دستو بذار تو دستم. آخ فرنوش خانم وقتی دستتو فشار میدم قلبم تیر میکشه. یواش دستم درد گرفت.
اسکل دست تو بس چی آوردی جلو؟ اینجا هندوستان نیست، منطقه نظامیه. عد شاهرخانو در میاری. اینجا آمیتا پاسان بدو ببینم. اسکل. آقا حامد همه میگن اینجا زدی تو گوش فرمانده، درسته؟ اوه فرمانده روزی 2-3 تا فرمانده میزنم فقط. بقیه هم میزنم ها. داداشی که این بهترم بریز در بچه. اسکل نمیبینی دارم تی میکشم؟ برو تو. بابا کارت تموم شده وایسا دارم تی میکشم 20 دقیقه بعد بیا. داش مهدی تونه چشات با کله خوابوندم زیر گوش فرمانده. خوابوندی زیر گوش فرمانده چرا اینجا رو داری تی میکشی؟ بگید اینو. اسکل من روزی 2 تا تی بکش. من روزی 2 تا فرمانده میذارم. به خاطر اینکه تابلو نشه باید این کارا رو بکنم. آره تو هم الان تی بکش زرت پرت نکن. آره از من همه رو زدم. این سوء تفاهم شد تی کشیدم. ببخش. آقا حامد حواست کجا؟ ببخش حواسم. خب کجا بودیم؟ پس کی تمام میشه خدمته؟ شما تا برسی خونه تا 1-2 ساعت دیگه خدمت میرسم. واقعا؟ بابا من تازه اومدم خدمت. شاید منو فرستادن جنگ. آقا حامد خواب دیدم شهید میشی یا؟ بابا جنگ کجا بود؟ من یه چی گفتم بابا. ملاقاتی تمومه. بفرمایید داخل. منو دارن صدا میکنن. من باید برم. مواظب خودت باش. باشه؟ دوستت دارم. حامد جنگ شد نریا. جنگ شده بریزید بیرون. الله اکبر. طاهری جان تو اینجا چه کار میکنی؟ اینجا خطرناکه. آقا چه خطری برم بجنگم دیگه. قربانت برم تو خانه هم میشینی من نگرانتم. اینجا همش تیر و ترقص میزنن میکشنت. ما اینجاییم که چیکار کنیم؟ 2 تا تیرم من بدم. آقا ما به جا تو 2 تا تیرم در بکنیم. برو خانه. دهن همتون رو. مهدی تبریزی چی شده؟ کامل بکنم مدزو شدم گله خوردم. نه بابا. آره کمرم خیلی درد میکنه. الان خونم میاد؟ آره فکر کنم خونم اومده باشه. چرا قویه خونت؟ فکر کنم کبدم چربه. ای دل جگرت درا. ای کوفتت شبای خونت. بابا بهت نمیخوره اینقدر نامرد باشی. جرأت داری بیا تن به تن مبارزه کنیم. کامان ملت شیشه میکشن ها. برس شربت شهادت اصل کوچسوال. این چیه؟ آب پرتقال. من نمیتونم بخورم دستشویی میگیره. آب پرتقال داره میخوای؟ آب چیه؟ آب پرتقال. من این تایم آب پرتقال میخورم. آخه بگو شیرموز بیارم. برس شربت شهادته. سیک نداری؟ داره میاد الان. واقعا آب پرتقاله؟ شربت شهادته. قالو خودم. مفته؟ آره داداشم. هیچ چیزی مفتش بی حکمت نیست. من نمی‌فهمم. برو بالا. شربت شهادت. میشه 2 تا بردارم؟ نه یه دونه بردار. 2 تا برداری اسیر میشی. چرا؟ بله بخور فعلا. شربت شهادت. برو سری یکی دیگه آقا. برو شربت شهادت. تو اینجا چه کار میکنی؟ ما آمبولانسیم دیگه مجروح آوردیم. الان این مجروحه؟ نه این ضبط آمبولانسه. یعنی الان میخوانه؟ بخوان. میشه پرنده باشی اما رها نباشی. نه دهن تو بابا. خدایا چرا یه خونپاره نمیزنی تو سر من توی بیابان نیست نابود کنی؟ آشکار نکن الان وقتش نیست اینجا. کثافت الان من شیطنتم میاد یه جوری استرس دارم انگار 2 کیلو کافور خوردم. این چیه؟ اینا از
اسلحه گذاشته آشغال. آقای دکتر خدا به من کار نشته باشید، به خدا سیزمو بهتون میدم. آشغال الان گوه میگن نه طلا دوست دارن. شوشوت بمیره ایشالله. این مرغ رو برای چی جسور برداشتی با خودت آوردی؟ این پایان خدمت داشت. آشغال تو رو خدا به خدا دی کاری بکن. من خودم پپه کردم به خودم. منم پپی کردم. التماس الزریمال الاشغالا الگولون سونسون الدزگرا زانم مشتی گلی. الو حامد کجایی؟ چطور میه سلطان؟ تعداد غریب به اتفاق این اورانگوتانا رو اسیر کردیم. خب برشون دار بیار اینجا دیگه. والا تعدادشون زیاده، نمیذارن ما بیایم، نه اینا با ما میان. اونی که نمیذاره کیه؟ اون بچه کجاست؟ داییشن. یه داییشه عموشه کیه؟ داییشه؟ اسکل من میگم داییشه تو میگی عموشه؟ بابا هرک ببین بهش بگو بچه پایین باخت نمیده، قرار دعواش کن، من با رفیقامم. قرار دعواش میکنم. جسی هم هست. آره قرار دعواش کن. یا علی آقا بذار بریم آقا. شامد اینا بیافاشون چقدر ترسناکه. داشتم ترس برادر مرگا، نکنه ترسیدی سلطان. ترس چیه بابا، تا آخرش کنارتم. داداشمی چی آشغال به خدا ترسیدی؟ زن لباتته. خدا به اینا همه چی بده به جز سلامتی. این حیونت جلوی چشام جسی رو چاباب کرد. بدش داره، اشکال نداره، ناراحت نباش، بریم یه دونه دیگه میخریم به خودمون. نه ناراحت جسی نیستم که یه تیکه بالشو گفتم هوس کردم بده بخورم نداد، همه رو خودش خورد. الاشغال شمسی؟ داداش حامد اینا به خودشون اومدن. آره؟ الان آشغالا رو میکشن همشونو. میخندین؟ باید ببخشید من بیادب شدم، شرمنده. ببین بچه خوشگل عقاب به بالش مینازه، بچه پولدار به پولش مینازه، اما من به رفیقام مینازم. رفیقای من داداش شل از اشتباه میشه، آدم بعضی وقتا تو زندگی اشتباه رفیق انتخاب میکنه. اونا رو نگاه نکن، میبینی گتش کوتاه ولی چیزش دلش گنده است. میدم همین بخورته تو. با دروغ میگم، من دست ریدم به خودم و یعنی با اینا فرار میکردم. اسی بهتون بگم جمع کنم داستانو، تو هم برو بینم. من وقتی چشم تو چش داشم میفته انگار کوه بهم، من به کوه تکیه کردم، خودم تکی حریفتونم. یه رفیقایی دارم وقتی لنگ میزدم پا به پام اومدن. بذار روزا درست بشه، آماده دویدن بشم، مرد نیستم اگه کولشون نکنم. مهدی با این تیرکمون درست میکنن ها، نگاه کن. علی اینجا منطقه آزاده، سونتو در برم اینجا بشش. جونم ها؟ آره. نه دیگه بابا باد داره میاد کلا پاچیت رو من. خب رفاقت تو اون داره دیگه. چندش کوچولو راحت باش، اینجا منطقه آزاده، دوست داشتی اصلا برین. من نبودم که. پسر بیا اینجا ببینم. سلام. میخوام یه سالن بزنم دنبال این قفسه مفسم. اینجا قفسه بندی وکیلیه. انواع قفسه‌های دسته‌های صنعتی رو با 1/10 قیمت بازار میتونیم بهتون بدیم. من که پولمون ندارم. نگران هم نباشید، تا 2 ماه اقساط بهتون میدم. حالا 2 ماه دیگه‌ش هم ندارم. والا چی بگم من؟ شماره تماسش چنده؟ 0912 1700 1800. حفظ کردم. جاده ساوه است دیگه. بله جاده ساوه. برو سریع بزن بیاد. تازه تحویل اونم رایگانه. خب برو بزن بیاد، ببینم. شما همتون من درس میدین ولی چه کار کنم این کلاس من افتاده با شما. بیا بالا غیرتاً یه کاری کنید تمام شه. ناسلامتی من پدر خدمتی شما.
آقا اجازه من یه سوال میتونم بپرسم؟ بپرس. هفتیر چرا 6 تا تیر میخوره ولی اسمش هفتیره؟ کی جوابش میدونه؟ آقا اجازه تیر هفتم جیگر کسیه که اسلحه دستشه. بشکاف برو جلو این زندگی بهت میگه بدو تو پاهات از خستگی زغزغ کنن به دیوار. میشه بریم بشینیم؟ برو بشین. خب بچه‌ها بریم سر درس خودمون. کی میتونه اسم یه سلاح ببره با قدرت تخریب و دقت بالا؟ دمپای ابری مادرمون. آقا یه جوری به هدف میخوره که ساچمه‌های تیربار میریزه. آقا کی میدونه اسلحه اتوماتیک یعنی چی؟ آقا اسلحه اتوماتیک کلاج نداره. جنگ سیستماتیک یعنی چی؟ تیکتاماتیک خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. اگه فهمیدم بعدم به همتون میگم. بهترین پناهگاه در زمان جنگ کجاست؟ آقا اجازه دشوریه. ای بترکی تو. آقا بهترین پناهگاه جایی که شما باشین. آقا اگر در جنگی که از دوستان ما آسیب ببینه یا مجروح بشه برای روحیه دهی چه کار کنیم براش؟ آقا میگیم بیار بوس کنیم خوب شه. کی میتونه انواع توپ نام ببره؟ آقا توپ چلگی، بسکتبال، والیبال، فوتبال. توپ دور رود بیا و کلک چل. استتار یعنی چه؟ یعنی باشی ولی جوری وانمود کنی که انگار نیستی. اینو روزی 5-6 بار گوش بده چون من راضی به بودن و نبودن حرف نمیزنم. خب بچه‌ها این ماسکه کی میدونه این ماسک چه موقعی ازش استفاده میشه؟ آقا اجازه وقتی که شیمیایی بزنن. باریکلا. از کجا میدونستی؟ آقا اجازه ما از اینا تو خونمون استفاده میکنیم. خانه؟ اگه دایی بزرگم تو خونه خودش راحت کنه باید 2 تا از اینا بزنی که شیمیایی نشی. بچه‌ها کی میدونه موشک چیه؟ اجازه میبندم به بچه که خودشو خیس نکنه. حامد جان اون پوشکه. من پوشک اونی نیست که روش میخوابن. حامد جان دل بندم اون دوشکه. توشک من اون نیست که. بابا وقت ما نگی. آبیرومونو بردی. آقا این بزرگوار که دیگه معرف حضور رمضان هست. بله. کپسول آتش نشانی هر جا که آتش گرفت زامنش هم میکشی تو فاصله 1 متری آتیش خاموش میکنی، آتیش مهار میکنی. حالا کی بلده بیا اینجا ای استفاده کنه؟ ما بیایم. بیا اینجا ببینم زوم بسته. این زامنو در میاری. خب آفرین. بعد این اهرامو داری فشار میدی. خب اینو میذاری اینجا. سربازا جدید آشخورا کسایی که تازه آمدن حتما باید برای سنگین خدمت‌ها و کسایی که درجهشون از شما بالاتره پا بچسبانین. الان بریم یه خورده تمرین نظام جمع و رژه با هم کنیم. قدم رو چپ راست چپ چپ راست چپ. آقا این چه وضع رژه رفتن آخه؟ وایسین بینم. تبل آوردیم، تبل بزرگ زیر پای چپ. به فرمان من چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست. ای بدبختی ای چی کار دارید بکنی؟ آقا مگه خودش نگفت تبل بزرگ زیر پای چپ؟ آقا راست میگه دیگه خودت گفتی تبل بزرگ زیر پای چپ. قفسه بندی وکیلی چقدر اینجا قفسه خریدیم ما. قفسه بندی وکیلی اسکال تا آدم نفروش قفسه خریدن پیشکشت. آقا حالا آدم فروشی به کنار، اینا قفسه های دست دو رو دارن. اینا بچه یه لحظه اینا رو میگی؟ اینا واقعا حرف نداره. اینا میدید چیه؟ اینا دست دومه. خب اینا مثل نوع ترتمیز، قیمتش 1/10 نوعه. خب بعد اینا ارسال دارن به کل ایران تو جاده صاحب است. بعد اقساط هم میدن به جز اینکه قیمتش پایین 912,700 1800. حفظی تو هم بیا بریم. مهدی جان چه می‌خوای؟ مرخصی. نمیشه. یا مرخصی میدی یا یه جوری میزنم 1 ماه استعلاجی میگیری میری گوشه خونه میخوابی. آقا برو بیرون، شهر درست نکن، برو بیرون. با سلام و درود خدمت شما. بنده نیاز به 3 روز مرخصی دارم. مرخصی نیست. 2 روز آقا. آقا میگم مرخصی نیست، بفرما. حتی 1 روز؟ آره حتی 1 روز. پس من یه موز برمی‌دارم میرم. تو دیگه چی میگی؟ من مرخصی میخوام. مرخصی برای چی؟ تو من حالا یه مرخصی بده، حالا میرم بیرون یه
یه کارایی میکنم، شاید یه مرخصیاری پیداش کنم. چه میخوای کوچولو؟ مرخصی میخوام برم دشوری. مرخصی میخوای تا بری دشوری خانه؟ خونه نه آقا، دلم برای دشوری مدرسه تنگ شده. ببین یه ماه برات اضافه خدمت بنویسم تا دفعه دیگه بس دشوری نکنی. برو بیرون گرمن. خوش اومدی امین جان. چه میخوای؟ میخوام یه روز برم مرخصی. تو یه هفته برو. نه همون یه روز کافیه. یه وقتی بهت میگم برو یعنی برو دیگه، برو. آخه نداره دیگه، برو. آقا جان اگه اجازه بدید، من ننم پیره، تنهاست، باید برم کمکش. ببینم مگه تو ننت کار میکنه؟ غریبی نیستی آقا جان، اونجا کشمیشه رو پاک میکنه فلان. خب بابا چرا کمکش نمیکنه؟ بابا هم برای اونجا بسته‌بندی کارهای دلیوری انجام میده دیگه. و دلیوری هم داری؟ بله، ارسال به سراسر ایران رایگان آقا جان. 2 ماه برات اضافه خدمت میزنم تا دلیوریت کامل بشه. برو بیرون گم شو. تو چی میخوای؟ یه مرخصی هم میدی؟ مرخصی برای چته؟ خلبانم پرواز رو باید برم به پروازم برسم. خدایا چه سرنوشتی بود اینا. کیه اینا؟ از کجا اومدن؟ الله رحمت رسید. چه شده؟ خدا بد نده. دایم فوت کرد. ای دادی بیداد، خدا رحمتش کنه. چند سالش بود؟ تقریبا همسنی شما بود. کی فوت شد؟ جناب پارسال. پارسال؟ دیروز بود جناب. از دیروز تا امروز 1 سال برامون سخت گذشت. اعلامیه نداریم؟ چرا؟ گفتی منم میارم. جناب خدا رحمت کنه. که گفتی دایید بود؟ بله. چند تا بچه داشت؟ شوهر نشده بود. گفتی دایمون بود. آخه درازه بلا استفاده. این اعلامیه یه خانومه. چیز ببخشید یه لحظه من این اعلامیه اینه. اشتباه دادم. فامیلی چرا تبریزیه؟ مگه دایید نیست؟ ما هممون ازدواج فامیلیم. حاصل ازدواج فامیلی. قبشو گل به خودت چرا میزنی؟ تا یه ما براتون اضافه خدمت نزدم. گمشید بریم بیرون. با اجازه‌تون. سلامتی 3 تن، سرباز و رفیق و وطن. سلامتی سیمخاردار که پشت و روش یکیه. داشلی سلامتی عقرب. چرا؟ چون وقتی تو آتیش گیر کنه خودشو نیش میزنه ولی نمیذاره صدای نالش و نامردا بشنون. داداش جمله خیلی سنگین بود، من برم دشوری. بابا وایستا 2 دقیقه. آدمای تنها و بیکس وقتی ترخیص هم بشن میفهمن اصلا ترخیص نشدن، چون کسی رو نداشتن چشم انتظارشون باشه. سلامتی دلای تنها. سلامتی پسری که به خاطر عشقش اومد خدمت پستاد، اما عشقش رفت به یکی دیگه دل داد. سلامتی رفیقمون که داره ترخیص میشه. مشتی گلی پول نداشتیم گلیزون کنیم. برو به سلامت. برید دیگه بر نگردی. تش نخوری. ولی اساس غیابش نمیخوره این معاف شده باشه. این بابا بچه سومش به دنیا اومده معاف شده. یعنی 3 تا بچه معافه؟ بله. میگم تو کلا پشت در پادگانی آره؟ تو چه ربطی داره آشکار؟ سفره صلوات با حاج خانم به خودمون نصب کرده بودیم، زودتر سربازیت به خودت تموم شد بیای خونه، دلم بهت تنگ شده. ریدم تو چلت. اصلا یه چیزی رو میخوام بهت بگم، نمیدونم بگم یا نگم. بگو چیه؟ باید باباشم. چی؟ باید 3 تا باباشمه؟ هاناناس اتفاقا 3 تا بهت بابا ریدن. گفتن 3 تا بچه بیاریم معاف بکنن. گم شو آشکال بابا. بانو نوا بستان می دشمن، بانو میکوچ دیل نشکن. سلام دشمید جان تو جان این برجک دیگه قربون تو برم آوازم خودت باش تو باشم. Küçelere susap düşem, yar gelende toz olmasın. سلام داش بهتی. به چیکار می‌کنی؟ دارم پست چرخ میزنم. چی؟ میگم اومدم پستا رو دارم چرخ میزنم ببینم چه خبر. داشم نوکر. بگیفته فقط این اومد کنم. بعد حامد اینجا چیکار می‌کنی؟ نوکرتم اومدم پست بدم.
بابا دیوانی، من یادم نمیاد جدیدم به تو وسیله داده باشم. همین الان پست دادم با همین شربتی. تو کجا میخوای بری؟ حالم خوب نیست. واو این کی بود؟ این اسپوسته. اسپوست دیگه چیه؟ اسکلی که بغل پست رد شه بهش بیان اسپوست. خوش باشی بالا میستم. خداحافظ. داداش حمید. جانم داداش. داداش میشه بیای پایین بیام بالا پست بدم؟ برای چی؟ آجی واقعا حال مال خوبی ندارم، میخوام بیام بالا پست بدم. آخ که فدای رفیقان بشم من. دوست آن است که بگیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. داداش چرا داری پست شعر میگی؟ بیا پایین بابا، سرمون درد گرفت. چه؟ داداش به شعرهایی که سر پست گفته میشه میگم پست شعر. حالا بیا پایین داش، بیام بالا. حالا بیا بالا، کارت دارم. بیا داداش. مطمئنی میخوای جای من پست بدی؟ آره داداش. بیا آقا. داداش همین مواظب خودت باش. داداش الو سلام. سلام عشقم. سلام آقا حامد. آقا حامد شدم الان؟ واقعیت خواستگار اومده برات؟ نه. پول دارم از حتما؟ نه. باباتم قبول کرده. یه لحظه خفه شو. میخوام مهاجرت کنم. کجا میخوای بری دهاتتون؟ نه میخوام برم ایتالیا. ایتالیا میخوای بری؟ اون با کی میخوای بری؟ با هیچکی. میخوام برم ادامه تحصیل بدم. ادامه تحصیل بدی؟ مهیتا چندم خوندی تو؟ من دکترا دارم. واقعا دکترا داری؟ بله. پس شما گو خوردی دکترا داری رفتی وایسای تو کافینت. خیلی بیشوری. من فکر کردم با یه نگاه عاشقم شدی. میخواستم کارام اوکی شد تو رم ببرم. ببین دختر خوب، من نونپنیر مملکتمو به گوشت بوقلموی قربت نمیدم. برو ببینم. واقعا بی‌لیاقتی. دلم ما بچه پایین شهران کاروانسرا نیست که هر کی هر وقت دلش خواست بیاد و هر وقت دلش خواست بره. خاطر بچه پایین شهر بودن چه عشقایی رو که دست ندادم. این اختلاف طبقاتی مزخرف چه بلایی که سر ما بچه پایین شهر رو نیورد. خدا صدای منو میشنوی؟ چی شده؟ چیزی نشده مشتی؟ نه اشکاتو دیدم. من تو نرفتی از پستو تحویل دادی رفتی دیگه؟ نه دیدم حالت بده گفتم بیام پیشت. نه با حالم بد نیست، یکم دلم گرفته. همین داداش واقعیت این دختری که به خاطرش اومدم خدمت داداش رفت. واقعا داره میگی؟ اشکال نداره. من خودم یه دوست دختر دارم. دختر داری مگه؟ آره. میشه بگی دوستشم واسه من بیارن ناموسم؟ بابا تو چقدر حیوانی؟ مگه همین الان شکست عشق نخورده بودی؟ بابا به تیرم هم نیست. چی؟ میگم به تیر اسلحه‌ام هم نیست. خب الان میخوای چیکار کنی؟ چی رو الان باید چیکار کنم؟ خدمتو دیگه. مگه به خاطر دوست دخترت نیومده بودی خدمت؟ الان میخوای چیکار کنی؟ الان مکات نکردی. خب میخوام خدمت کنم. میخوای ادامه بدی هنوزم وقتی دوست دخترت ولت کرده؟ می کار دیگه میشه کرد. آره. خیلی خوب. خب بگو ببینم اسمت چیه؟ آقا با شما اسمت چیه؟ چرا اینو بز داره منو نگاه میکنی؟ پرسیدم اسمت چیه؟ بفرمایید مشکلتون چیه؟ من فراموشی دارم. فراموشی داری؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ در مورد چی؟ در مورد همین فراموشی دیگه. من اصلا فراموشی ندارم. همین الان گفتی فراموشی دارم. نه آقا چرا جب میدی؟ من اصلا فراموشی ندارم. بابا خیلی نادره. ماهیام 3 ثانیه حافظه دارم، تو اونم نداری؟ میشه سوال بپرسم؟ بفرمایید. من برای چی اومدم اینجا؟ اومدی خدمت کنی. خدمت؟ مگه اینجا میوه فروشی نیست؟ میوه فروشی؟ آره. الان من برات یه میوه هم مینویسم که حسابی تقویت بشی. بی زحمت آمپور ننویسا. 1 کیلو موز و 1 کیلو خیار برام بنویس. بله. چه خوش اشتها هم هستی ماشاءالله. مشکل چیه؟ من غنیم دارم به اندازه. خب بس برای چی اومدی اینجا؟ اومدم خدمتمو بخرم. یعنی اینقدر پول داری؟ چقدر پول داری که میخوای خدمت بخری؟ اندازه ای که هم من برم خونم هم شما بری خونم. راست میگی؟ باریکلا پسر. سرکار اینجا نندازش بیرون. میخواستم کمکت. برو گم شو بابا. بدبختی رو میبینی؟ یه بخشی از مشکل جامعه ما اینه که همه خیال میکنن همه چی رو با پول میشه خرید. نفر بعدی. شما مشکل چیه؟ گوشام نمیشم. برای همین اومدی؟ خوبه.
عجیبه گوشاتم که سنگ سالمه. نمیشنوم. همین الان من حرف میزنم تو میشنوی. صداتون رو ندارم. من هرچی میگم تو داره جوابانو میدی. خب نمیشنوم. یعنی چی نمیشنوی؟ پس من چجوری میفهمی من چی دارم بهت میگم؟ دکتر دنبال چی؟ واقعا متاسفم واسط. برای من متاسفی؟ ببین تو فکر کردی معافی دادم تو الکیه؟ بله. بله؟ باشه الان بهت ثابت میکنم. سرکار اینو برین انفرادی تا بفهمه که یه ما چه کرده. برو ببینم. داداش قفسه بندی وکیلیه؟ ببین تا پادگانم نفوذ کردن و همه جا هست. آقا محمود شما رو تحمل کرده؟ مستحکم سواک با دوام. برو ببین چیه. داداش این قفسه‌های صنعتیشه، دست دومه، با نوش هیچ فرقی نداره. داش مهدی اینایی که داری میبینی به قیمت 1/10 نوش داره میده. بعد به کل ایران ارسال داره. الان شرایط اقساط هم داره. میدونی کجاست؟ جاده صاحب. دمت گرم. شماره تلفنش 1700 1800. واقعا؟ سلام آقای دکتر خوب هستین؟ خانم تو کی هستی؟ چه نسبتی با این داری؟ من زنشم آقای دکتر. این آوردم به خودش معافش کنید. مشکلش چیه؟ قرار بود به خودش استوار بشه ولی آشکال اومده اینجا شده سرباز. خب بذار معاینه‌اش کنم. این دستتو بکش. به خودش معاینه‌اش نکن. من خودم به خودم معاینه‌اش کردم. مشکل فنی به خودش داره آقای دکتر. اینطور که نمیشه بابا جان باید معاینه‌اش کنم. بابا تو دکتر محرمه بذار دست بزنه نمیخوره که. اشکال. آقای دکتر معافی این شوشی رو منو به خودتون بدید ما بریم. ببین خانم اینطوری نیست. ما باید بررسی کنیم. بابا تو رو خدا معافیشو بدید بریم. من خودم همه جاشو بررسی کردم. واقعا مشکل فنی داره. بذارید ما معافی بریم. عجب. بشین بابا بشین اینجا. چته تو؟ دکتر مکورم. تو که میبینی نمیبینی که من نمیبینم. ای بابا تو کجا هستی دکتر؟ من اینجا ببینم اینطوری که داری میگی مثل که چشات نمیبینی. تو مادرزادی کوری یا بدن کور شدی؟ والا دکتر ما خودم کاسب عشقم. یه عمری وسیله میدادم دست مشتری. از قضا بارم تموم شد. رفتم سر کوچه این موتوری نمیشناختم. یه دونه مال به من داد خوردم. یهو سرم سیاهی رفت. یه دفعه کور شدم. ای بابا اینو گفتی دلم سوخت. الهی قربونت دلت برم. بیا این تراولای صدی رو بده دستم دکتر. بده لمسش کن. همین برو خودت مالش. وای چقدر است دکتر؟ این همه صدیه دیگه. تراول صدیه. دکتر کورم اسکول نیستم که این همه دقیقه دکتر. عیدت مبارک. تو که چشات نمیبینه چجوری فهمیدی اینا؟ دکتر من یک عمری وسیله دادم پول دستم میومد. بو به من میخوره من میفهمم دیگه بالا میسر. آها از بو میفهمی هم از بو هم از لمس. لمس. الان یه جا میفرستم که بود شامهش خیلی بهتر بشه. سرکار ببرین انفرادی. من تنها سر کار بودم. برو شما چتونه؟ این چشه؟ سکسی کرده همش قش میکنه. ببینم تو چرا به سون وصله؟ دکتر من برم دشیری؟ خیلی خوب تو برو مرخص. عجیبه تو چرا اومدی خدمت؟ تو که با این زبونت باید بهت معافی بدن. اتفاقا ما کارت معافیت هم داریم. خب پس برای چی اومدی خدمت؟ آقا معرفت انسانیت به خاطر آقا حامد اومدی. تو چی کاره اینی؟ ما مترجمش هستیم. ماکراتو سیپرالو فرست نایت جرزی فورد. اوکی آقا داره میگه ما دیگه نمیتونیم این تیم رو اداره کنیم. این میخواد بره معاف شه دیگه نمیتونه. مصوم شده آقا. متر سینگل فرست سینگل تو چرز. آقا این قابل پخشش میگه زن میخوام ولی تو رو خدای معافیت داری این کارش گیره آقا. اینجا دیگه نمیتونم بگم. تو خودت نیاز به مترجم داری بعد حرفایی نمیخوای ترجمه کنی واسه من؟ آقا تو یه کارم نمیتونی بکنی یه معافیت ما رو بگیر دیگه. چند تا از این کارتا دارم میخوای؟ این تبریزی که خوب شد. سرکار نفر بعدی. بابایی بازی گوشه دیدی. سلام دکتر. علیکم سلام. دکتر اینا منو دوست ندارن. یعنی چه دوست ندارن؟ من بازی نمیدن. تو خجالت نمیکشی با این سن سالت این کارا رو میکنی؟ برای چی این کارا رو میکنی؟ دکتر بیا من معاف کن من برم پیش مامانم.
راست میگی؟ آره بخدا. باش. ببین نکن این کارو رو، زشته. تو معلم اینایی. خدا برو. تالا خدا دکتر. برو بهت میگم. منو معاف کن دکتر. خیلی خوب برو. برو. آقا تو را به وجدان نداشتتان این رژه درست حسابی برید، یعنی شما پدر من دار آوردین، یه بار تمامش کنیم بریم آسایشگاه استراحت کنیم. شما را به خدا درست برید. جناب. برهان برژه، قدم رو، چپ راست، چپ راست، چپ راست، چپ چپ نزد به برهان. خیلی خوب. باز داره میزنه زیر گوش فرمانده. ببخشید یه لحظه استاد این سهمیه پسی شما همه چی به تایمش دوست عزیز. شما ریدی انگار آبگت بود. بفرمایید من بینم سرت فرار کن. من میگم این بچه‌ها کجا هیچکی نیست. نکنه رفتن سر کلاس به من نگفتن. کیه؟ منم مادرتون. بیا تو بابا دراز بلا استفاده. سلام آقای محله. تو چرا نظم یاد نمیگیری؟ مگه تو سرباز نیستی؟ نه آقا ما بیبی خشتیم. ببین اینقدر پوست کلوف شده که دیگه تنبیه بدنی رو تو یکی جواب نمیده. یه سوال ازت میپرسم، اگر تانسی جواب دادی میذارم بری بشینی. باش. مین یعنی چی؟ سوالت همینه؟ آره. مین کلمه ترکی به معنای 1000 که میشود مین تومن یعنی 1000 تومن. انباش هم میشه مین تومن، 2000 تومن، 3000 تومن. چنم مفت نزن برو بشین. اجازه میگم این همه شما از ما سوال میپرسین، میشه ما هم یه سوال از شما بپرسیم؟ چرا دخترها خدمت نمیرن؟ چون که خانم‌ها هیچ وقت لباس یه دست نمیپوشن. جناب چون تا بیان ناخونشون رو با اسلحه‌شون ست کنن دشمن همه رو زده ترکونده. اکثر خانوما بعد از آرایش صورتشون میشورن، به خاطر همین که نمیرن سربازی. چی میگی؟ چی گفتی؟ خودتونم بعدا میفهمید من چی گفتم. آقا هیچ میدونی چرا خانمان نمیتونن برن جنگ؟ بچه‌ها کسی میتونه بگه؟ بذار خودم بگم. چون تنگ صورتی نداریم. فکر کن جنگ شده، درگیری شده، روبروی خانم دشمنا وایسادن، کل گروهان و گردان هم دارن اصرار میکنن به خانم که شلیک کن. خانم شلیک نمیکنه. میدونی چرا؟ چون خانم‌ها دلرمن؟ نه، چون تو خودتله رو مهسا برداری. شما میدانید اصل داستانی که خانم‌ها خدمت نمیبرن چیه؟ نه چیه؟ چون خانم‌ها هر آرایشی بلدن الا آرایش نظامی. مزاح کردم ببخشید. آقا شما میدونید خانم‌ها تو چه جنگی مهارت دارن؟ نه. تو جنگ اعصاب. بچه‌ها خانوما اگه برن خدمت شبا نمیتونن تو پادگان بمونن. کسی میدونه چرا؟ چون هر جا میرن باید 9 خونه باشن. آقا هیچ میدونی چرا خانوما نمیتونن بزنن تو گوش فرماندهشون؟ چرا؟ چون که ناخونشون میشکنه. من شما میدونید اگه یه دختری سرباز باشه و یکی از شما برین خواستگاریش، باباش بهتان چی میگه؟ میگه دختر من قصد ادامه خدمت داره. مزاح کردم ببخشید. بچه‌ها میدونید اگه یه دختر بیاد خدمت دغدغش چی میشه؟ چی میشه؟ وای واسه فردا صبحگاه چی بپوشم؟ آقا شما میدونید خانوما چرا پوتین پا نمیکنن؟ نه نمیدونم. سلام ما بگیم آقا. بفرمایید. چون پوتینه پاشه بلند نری. خب کسی دیگه از شما میدونه چرا خانم‌ها نمیتونن برن خدمت؟ چون براشون کارت دعوت نفرستادن. آقا اجازه است من برم بهتری؟ های بشین سر جات کنه گرمن. آیه امینی جمله سوسماسی نداری بگی فیض ببریم؟ آقا ما انقدر امنیت داریم با سربازی رفتن خانم‌ها شوخی میکنیم، ولی یادمون نره شیرزنای این مملکت یه روزی اسلحه به دست گرفتن و از این مملکت دفاع کردن.
خانم جان بنده از رشت اومدم با ماشین بنز اومدم بی باره برگشتم اومدم. شما بفرمایید این قفسه آقای وکیلی همینجاه؟ بله دقیقاً. بعد قیمتا رو شنیدم اقصادی میده. اگه نمیدی من برم. ما اقصاد 2 ماه داریم. مطمئن باشم قهر میکنم ها. خب خدا رو شکر. شما بفرمایید من این شماره تلفنی دیدم خیلی روند بود خیلی خوشم اومد. 912 یه لحظه اسخای میکنم. الو فرشید جان دارم قفسه میخرم. آره چی با مانتوی خانومت میخوای ست کنی؟ باشه خداحافظ. قفسه رنگبندی داره دیگه. بله خب خدا رو شکر. این شماره تلفن 912 1700 800 واقعیت داره علیکی؟ بله خب خدا رو شکر. بعد این قفسه هاتون در حد 9 دیگه من قیافش میخوره 9 باشه شما میگید دست دو. آره دست دومه ولی در حد 9. دستتون در نکنه. ارسالم رایگان. واقعا تبریک میگم به مدیریت شما. ما این فرشیده با سلام و خسته نباشید. امروز اومدیم یکی از پادگان شهرمون گزارش تهیه کنیم. عاشق تلویزیون. سلام. کدوم شبکه نشون میده؟ میتونه خودمو معرفی کنی؟ بله کلم هستم. چی؟ آقا حامد تبریزی هستم. سرکار خط سربازی سخته نه؟ فقط 2 سال اولش سخته. میتونی بهم بگی مشکل اساسی یه سرباز چیه؟ مشکل اساسی یه سرباز اومدن تو خدمته. بیشترین سوالی که از سربازی ازت میپرسن چیه؟ اینه که ما چند ماهیم انگار ما بارداریم. سرکار میتونی بهم بگی تو پادگان چی کم دارین؟ شعور آقا شعور. بعضیا واقعا اینجا هستن شعور ندارن ما رو اذیت. آقا نکن دیگه. سرکار میتونی بهم بگی اسم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چه پخش میشه؟ اسمت دیگه چیه؟ اسمم مهدی تبریزی. حامد تبریزی داشته؟ نه برادرمه. میتونی بهم بگی بزرگترین موزل جوانان چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دستاندرکاران. من عاشق شدم به خاطر عشقم اومدم. رفیقام به عشق من اومدن. من سوالتون یادم آقا من بزرگترین مشکل جوانان چیه؟ موزلش چیه؟ نمیدانم. من بگم من میدونم. تو بلدی؟ بله ما نمیدونیم. حالا تو سوال میگم قرار تو شوک پخش بشه؟ شوک چیه؟ همونجا که دوبار منو نشون دادن. مامان اینجا خیلی حال میده. دستشویی شمالیه. ملاقات می‌خواستی بیا برام سون بیا. دنبال سرباز بعدی. سرکار تو حرف نداری؟ ما رو تو میکروفون میبینن ولی شما رو تو رادیو. خودت هم بعدا میفهمن چی گفتم. ننم جاده کن بده. این همه شور و هیجان توی پادگان نظامی واقعا دست خوش. قربان ببخشید شما نظر نداری؟ من همش خواب بودم مثلا نظری ندارم. علاوه بر تو شک تخت خوابم بهم دادن. عالیه. فقط برای خواب اومدی اینجا؟ خدایی این همه شور و حال توی پادگان نظامی حس کردن دلم میخواد دوباره لباس بپوشم برم خدمت سربازی. آقا ول کن. تو چرا معاف نشدی آخه؟ تو زندگی همه جوره حق منو خوردن. اینم روش. چه شور و حالی توی پادگان بود خدا میدونه. بچه‌ها کی خسته است؟ دشمن. کی خسته است؟ دشمن. سرکار میتونی بهم بگی چی شادت میکنه؟ توی این هوای گرم تنها چیزی که میچسبه همه ما رو شاد میکنه آهنگ شمالی که میگه ایت روز تنگ غروب آسمان بتمنتی خلق بچه بطیر کمان او این روزی تنگ غروب آسمان بزماتی خلق بچه بطیر کمان او اگه دلی رشتیم خیلیم مشتیم تاکسی بار گشتیم حل کو بل کو زلزله کو قلقله کو منو بلکو. در ضمن یه موردی پیدا کردم نادره. یه مادریه که از راه دور اومده تحمل دوری فرزندشو نداره. مادر چه سالی داری؟ مادر چیه؟ مادر خودتی. من اومدم اینجا شوشومو به خودم تماشا کنم بهش رویه بدم. از راه دور اومدم. من شوشوم اینجا. آفرین. بس اگه سرباز روی نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی بد. بچه‌ها به دستور من 3 2 1 گفتم سری هر 5 6 نفر یه دونه چادر علم میکنید اینجا. امشب میخوایم اینجا اردو بزنیم. 3 2 ببینم.
قرآن به فرمان من یه ضربه بشینن برپا بشین برپا بشینن برپا. آقا توی هر دوره آموزشی یه 24 ساعت زندگی در شرایط سخت باید همتون تجربه کنید. اما همیشه شرایط زندگیمون سخت بوده، نیازی به این کارا نیست. نه یعنی 24 ساعت توی بیابان چادر بزنید و شب اینجا بخوابید و لذت ببرید. آقا یعنی اردو نمیرین؟ اینجا اردوگاه صحراییه. آقا من دیگه دارم کم میترسم آقا. نترس عمویی، من پیشتم نترس. فقط تنهایی جایی نری یا گرگ داره میخورتت. داداش قوی باش، هر جا کم آوردی به من تکیه کن. آقا اجازه اینجا دشوری نداره؟ تا چشت کار میکنه اینجا همش تشویه. بچه‌ها درس امروز درس ستاره شناسیه. کی میتونه اسم ستاره نام ببره؟ ستاره دختر اصغر آقا. نه احمق، من ستاره آسمان ندارم میگم. اگر یه ستاره خیلی به ما نزدیک بشه چی میگیم بهش؟ آقا بهش میگیم دور شو، شمسی میبینه ناراحت میشه. چنم مفتزن بیهوده. بچه‌ها ستاره ها تو آسمان با اشکال مختلفی هستن، مثل دوب اکبر. کی میدونه او یکیش چیه؟ دوب داداش اکبر. دهن در گوشتم. دوب دایی اکبر. نه آقا، دوب اکبر و دوب اصغر. نوک زبونم بود میخواستم بگم. بچه‌ها فاصله زمانی سفر از زمین تا مریخ کی میدونه چقدره؟ آقا اندازه فاصله پیک اول تا پیک پنجم. دلیل نامگذاری راه شیری چی بوده؟ آقا جاده دهات ما تا شهر آسفالتش خرابه، بچه‌ها میگن راه شیری. همینی جان. یه چیز دیگه است. اینو واسه شما آوردم. این چیه؟ واسه ستاره چیدا. بچه‌ها کی میدونه فاصله ما تا ماه چقدر؟ آقا اجازه 2 قدم. فاصله ما تا شما 2 قدمه دیگه. خب شما ماه مایی. قربونت برم. آیا امینی شما سهمت از آسمان چیه؟ آقا تو آسمون که نه، ولی تو خونه یه ماه داریم، اونم مادرمونه. آقا اجازه من دیگه تحمل ندارم، برم دشوری. برو کوچولو، برو زود بیا. بچه‌ها به این میگن چراغ قوه. باید کار کردن با چراغ قوه یاد بگیرید. ستوری روشن میشه. ببینید یه دکمه بالاش تعبیه شده که به 2 حالت روشن میشه. دور اول که نور جمع میکنه و دور بعدی که بخند. آقا اگر شهاب سنگ ببینیم چه کار باید کنیم؟ آقا اجازه اگه شهاب لور باشه چه باید فرار کنیم، چون مستقیم میزنه به هدف. دلقک بازی در نرده بیهوده. قفسه بندی وکیلی. ببین این قفسه ها صنعتیه. خب آقا یه لحظه همینجا بذار زمین. این قفسه ها صنعتیه، دوستان گوش بدین. دست دوم با نوش فرقی نداره، قیمتش 1/10 بعد ارسال داره به کل ایران. یه طرح زدی که داره تخفیف میده، اقساط هم دارن میدن 0912 1700 1800. بردار بریم، صاد صاحب هم هستن. بردار برو حرکت کن. امشب آموزش کمک‌های اولیه داریم. کی میدونه وقتی کسی میسوزه باید چیکار کنیم؟ اجازه باید آبو بریزیم اونجایی که داره میسوزه. وقتی یه فردی آسیب میبینه اولین کاری که میکنیم چیه؟ اجازه باید زنگ بزنیم آمبولانس. درود بر شرفت. خب بعدش چه کار میکنیم؟ بعدش هم زنگ میزنیم آمبولانس. اینم از شانس ماست، روی آمبولانس یه قال دیگه داره داست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس. علائم حیاتی یعنی چه؟ خب معلومه دیگه، به علائمی که در حیات خانه رخ میدهد علائم حیاتی گفتم. وقتی یکی خون ریزی میکنه ما باید چه کار کنیم؟ تا جایی که میتونیم باید دهنمونو ببندیم لال بشیم، چون این اصلا اعصاب نداره. ببین من راضی به خون ریزی صحبت نمیکنم، اینو چند بار گوش بده. بخیه یعنی چی؟ اون بذار 2 تا روشن شه. انواع زخم چیه؟ آقا زخمای تیزی مدل‌های مختلف داریم، دست زنجان، چاقو، قمه. بدترین زخم زبونه. دلیل هاری چیه؟ خوبی که از حد بگذره طرف هار میشه. آقا اجازه زمان زلزله ما دشوری باشیم چیکار کنیم؟ ایهو من چه میدونم، همونجا یه گلی بذار تو سره. کوچولو اینو 2 بار گوش کن، چون آقا معلم در مورد جل صحبت نکرده. همونه بهش بگو.
کی باند پیچی بلده؟ آقا من فقط رول پیچی بلدم. یعنی خاک تو سر آشغال گوشتت کنن. آقا ما دوره رفتیم ها. مدرکم داری؟ نه شاهد دارم. ای جانم. اسکول. بچه‌ها یکی از مسائل مهم در کمک‌های اولیه تنفس دهان به دهانه. ها یادش بخیر من همسرم شمسی قبل خدمت همش همینا رو تمرین می‌کردیم. کی حاضره بیاد اینجا تا بهش تنفس دهان به دهان بدیم؟ نه آقا شما نه؟ نه تو هم نه؟ ما بلدی بریم؟ آقا من دارم راجع به تنفس دهان به دهان میگم، بلدی؟ ما دکتراشو داریم. اجازه است؟ اجازه است بفرمایید. خب دوستان اینجا رو خوب دقت کنید. اول عینکو در میاریم. میبندیمش. معلم اینجا رو خوب دقت کن. اینو میچسبونیم اینجا. بعد میایم اینجا دماغو میدیم بالا مانه. یه حال بهم چندش؟ اوف بچه‌ها چه قابیه، کاش دوربین داشتیم یه عکسی میگرفتیم. آقا من گوشیمو آوردم تو ساکه. برو بیارش دیگه. آخه خیلی هوا تاریکه میترسم. آقا تو از چی میترسی؟ هوا به این روشنی، به این صافی. بابا ما اینجا آقا مهدی همینا داریم. از چی میترسید آخه؟ بچه‌ها هر جا ترسیدین به من تکیه کنید. دمت گرم. کجاست من برم بیارم؟ همین تو ساکه، همین بغل تخت. تو کولته؟ آره. بدو بیار. محمود چیکار داری میکنی؟ داداش دنبال ساکم داشتم میگشتم. این ساک توه؟ خوب مچتو گرفتم. پس همه گم شدنا زیر سر تو بود آره؟ پولا، کارت تلفنا، سیگارا. غلط کردم داداش، شرمنده. مشتی گلی تو از سرباز میزنی؟ شاید اون چیزی که داری از سرباز میزنی کل داراییش باشه. بچه‌ها داداش حامد دیر کرد، بریم دنبالش. بریم آقا بریم. محمود حالا چیا برداشتی؟ آپون رو بر هر چی از پس میدم. غلط کردم داداش. کجاست رسایل؟ همش تو این ساک. بده من. سشتم. حاشمت می تو تشیگاه ما نبودی. فعلا قضیه کنسله. بیام با دمپایی بکشمش. چقدر خوشگل آدم اینو بندازه تو الکل خوش کنه. وایس آقا نترسید آقا نترسید. بچه چیکار کنیم؟ فرار. بیا ببینم پسر. تاشمید. این نیست برای من بهمن بود. بهمن ساعت منم. خودکار بود. کلاه من اونجا نیست. آقا ولی کاری ندارم. اردوگاه هم ترکوندمون هم خیلی حال داد. سربازایی که اعلام میکنم معاف شدن. حامد تبریزی، مهدی تبریزی، حمید شهراتی، داشای گلم ما هم رفتنی شدیم حلالمون کنه. خدا بری دیگه بر نگردی. ایشالله. چش نخوری. ماشالله. آقای دکتر اینا به خاطر چی معاف شدن؟ اینا میدونی به خاطر چی معاف شدن؟ اینا اومدن یه سری ارارچیف تحویل من دادن، فکر کردن به خاطر این معاف شدن، در صورتی که مشکلشون چیز دیگه بوده. مشکلشون چی بوده؟ مشکلشون از اینجا بوده، اینجا رو مشکل داشتن. بالاخره بعد مدت ها حقم رسیدم. بچه شهر چقدر بزرگ شد. هیچ جا دستشویی خونه آدم نمیشه. آقا من خواهم یاده باشه میرید بریم. میگم اصلا باور نمیکنم سالمه در آمدم بیرون. ولی خیلی سخت بود وجدانه. سخت و آسون تموم شد بالاخره. چه خاطرهایی واسه بچه محلا تعریف کنیم. حالا فکر کن بیرون چقدر مشتری منتظر منه. آقا حالا باید چیکار کنیم داریم میریم بیرون؟ من برم اسلحه بگیرم بیام. بابا آقا من رفتم. دین درن درن درن. خودمونم بعدا میفهمید چیکار کنیم. ننم جانی کنیم میبریم. بریم. بریم.